سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالیم که تو شنبه شب کنارتون هستیم با امین عزیز با یه برنامه 95 دیگه. امین جان چطوری؟ خوبی؟ درود بر شما مخاطبای عزیز. عالی، شما چطوری؟ مخلصم. روخت که نمیگه خوبیه انگار. نه دیگه تو در جریانی. من یه هفته‌ای کسالت داشتم، خیلی هم بازی رو با تمرکز ندیدم. عذرخواهی میکنم از شما مخاطب، ولی امیدوارم که بتونیم. آقا ما هم امیدواریم که زودتر سلامتی به دست بری. اولین قسمت 95 امین شبیه حسین رضایی تو اوج بود. الان قسمت سوم چهارم 95 که هستیم امین شبیه دوران خداحافظی حسین رضایی هست. سالها گذشته خیلی قشنگ لاغر شدیم. معلومه. امیدوارم که زودتر خوب شی. آقا یکم از هزار دستان به ما بگو، حال و هوای بازی. به به. من اول اینکه برخلاف اینکه همیشه طرفدار شخصیت‌های منفی و برد مافیا هم، بعد از 6 تا بازی بود، 7 تا بازی چندمه؟ فصل 3 بود. میتینگ ششمه. بعد خیلی خوشحال شدم بالاخره شهروند بود. خسته شده بودیم دیگه. همین یک تا شهروند دوست، مافیا دوستی که یک بار چی؟ من که قبول نمی‌کنم. خب چرا؟ نه من واقعا طرفدار مافیا. من تا حالا ندیدم از بازی مافیا تعریف کنه، فقط دنبال برد شهروند مثل شما. الکی چرا میزنی؟ افشین ظاهر اومد اون سری دیگه ببخشید اون بازی شد شهروند مافیا تارگت نکرد که باشه. تو چرا به عقیده من من دوست دارم مخالفت طرفدار مافیا. من دوست دارم مخالفت. شما که میدونید محمد همیشه کلش شما طرفدار هر کی هستی، من برعکس اونم. ببین واقعا خیلی جالبه برای من. ما سناریویی که تو بازی پیک میکنیم، سناریوی قصه های فیلم و سریالی که پیک میکنیم با اون اتمسفر رام بشه بازی، همیشه خلاف قصه واقعی توی میتینگ رخ میده. اینجا هم اولین بازی بود که به ما همیشه چه میدونم نارکوسا که خیلی مهران سفری علاقه داشت بهش، وایکینگ و حالا قصه‌های دیگه همیشه برخلاف قهرمان و ضد قهرمان ما بعد یه جوری جابجا کنیم بگیم حالا ضد قهرمانا شدن شهروندا یا بالعکس. اینجا هم به نظرم کاملا برعکس شد. هزار دستان نتونست برخلاف خود هزار دستان علی حاتمی و حالا هزار دستانی که شاید نسل‌های مختلف تو جامعه‌های مختلف همیشه درگیرشیم و ما بازنده ایم جلوی هزار دستان محمد جان، ولی اینجا شهروندا جلوی هزار دستان بازنده نبودن و به نظرم باحال بود دیگه. این نکته باحالش میدونی چیه؟ افشین که ایده رو شنیدم من، یه جمله‌ای رو رفت خون مطالعه کرد و اینا، یه جمله‌ای گفت دقیقاً راجع به کسی بود که شات داره اینا تو بازی هم تکاور شده بود. آره من یه نکته بگم، باز برای چندمین بار میگم چون یه چند تا تعداد کامنت هر دفعه بیشتر میشه. مخاطب این شک کرده که مخاطب که نه چند نفر، ولی ما برای ذهن اون چند نفر هم احترام قائلیم، توضیح میدیم که سناریو از قبل دیگه داده میشه و دیگه بچه‌ها بر اساس نقشای فیلم‌ها نقش میگیرن و نمیدونم یکتا اومده داره دخالت میکنه و غفار. آره که غفار میگه کی چه. ببین من یک بار دیگه هم برای همیشه میگم ما یه ذره زحمت میکشیم که این تحلیل رو بکنیم بعدش که چه کاراکتری شبیه چه قصه و بخشی از اون قصه شده یا کجا شبیه واقعیت و زندگیه. به ما احترام نمیذارن، به پلیرای میتینگی که میان وقت میذارن توی این سطح میشینن اینجا بازی میکنن، هیچ وقت اینا زیر بار نمیرن. ما بگیم تو این نقش باش، اون این نقش، تو اندفعه به اون بباز. اصلا اگه این باشه ذهنیت توی بازی هست، ذهنیت توی بازی هست، بازی چرا همیشه بس مافیا میبره؟ بازی رو به راحتی شهروند جذاب‌تر سناریو بدیم، دو تا در میونش اعصاب خورد کن بشه. اصلا بازیکن‌ها هم دنبال اینن که بهترین نمایششون رو به اجرا بذارن، هر کی صد خودش رو بذاره بدونن همچین چیزی. اول اینکه حاضر نمیشن توی صحنه، دوم اینکه خب میاد یه کار میکنه بهتر میزنه زیر تیبل دیگه. همیشه نمیشه که پیروی کنن، اصلا شخصیتشون اجازه نمیدن. به نظرم داریم خسته‌شون میکنیم. آره اب بازی بگو برامون بریم یه مصاحبه ببینیم. میخوای بریم یه مصاحبه ببینیم؟ بعد بریم مصاحبه جناب آقای مولایی رو ببینیم. روی نوار خوب بازی نکردنش ادامه داد. یه هفته خوب نبود. بریم مصاحبه. نه جناب آقای مولایی نه هر نزدیک خوبم بازی میکنه که تو میای تو مولا و اسنو مولا نزدیکه مجبورم بگم جناب آقای مولایی، ولی نظرمو که نمیشه بگم. مولا روز یک فوق العاده ریتم داد به بازی، مسیر رو برای شهروندا باز کرد ولی خودش فاصله گرفت. صحبتشو ببینیم. محمد اینم خیلی بهم میگم باره است دیگه. بریم ببینیم.
سلام. بازی خوب بود. بالاخره شهروند برد. بازی خیلی خوبی بود. زودتر از کیاس. ان شاءالله که لذت ببرن کسایی که نگاه میکنن. شهروند به نظرم خیلی تمیز بازی کرد. تو 8 تای اول اگه اسم رو میداد که خیلی بازی راحت تر در میومد. من فقط روز یکت ولی بد بود اولش نه چالنجم خیلی خوب بود. بازم کاور کردم گفتم عالی. آره ولی تو چین کاوریایی که داشتی می‌کردی تیم شهروندی 2 مافیا وجود داشتی، هم مهران سفری توش بود هم احسان جلالی. بعد از اینکه اومد دفاعی فهمیدیم مپ یه جای دیگه است. روز یک خوب نبود. بعد من دیگه خسته شده بودم. 4 تا دکتر گرفته بودم، دوره دکتر شده بودم، خسته شدم. بعد روز یک آخراش برگشتم. روز دو که چه گفتم؟ آره دیگه. آره. من داشتم روز یک. بازی خیلی باحالی بود. یعنی قدیریان هم تو 8 تای دوم خیلی رأی خوبی داد. من فکر نمی‌کردم تفنگدار باشه. بازی تفنگدار بر مافیا سخته. من قبل بازی گفتم تکاور سناریو سختیه واسه مافیا، چون بچه‌هایی که اینجا میشینن دوست دارن یار کاور کنن. من اکثرا ذات بازیشون رو دیدم، دوست دارن شهروند تارگت کنن. وقتی یار کاور میکنی یه خروجی از بازی بیاره بیرون سخت میشه. زرگری هم بزنی دیگه بچه‌های میتینگ شهروندای استانداردی ان از نظرم. یعنی یه جایی یه شهروند درست پیدا کنن حداقل یه مافیا رو تارگت میکنن. اینم که اول بازی آخر بازی کسی شهروند تارگت کنه مافیا تارگت کنه از نظر من حداقل مهم نیست. اینه که تحلیل درست داشته باشه. هم باید روز بعد خوب داشته باشن. ان شاءالله لذت ببرن از بازی. مرسی متشکرم. بازی کیو دوست داشتی الان؟ معلوم نبود تو شب. چرا دیگه؟ رستمی همش سیو میاد. بازی عرفان رو دوست داشتم. امیر قدیریان هم تو 8 تای دوم خیلی حرکت قشنگی کرد. من روز دو امیر قدیریان رو گذاشتم شهروند، 3 مافیا تارگت کردم، خودشم برگشت. من نمیفهمیدم فقط چرا منو گردن میگرفت. الانم رفت اونور. بازی عرفان رو خیلی دوست داشتم. خودم هم به نظرم خوب بودم. تیم مافیا هم میخوام انتقاد کنم، بازی رو برای احسان جلالی سخت کرده بود با شاتایی که میزد. شاتاشون بد بود. کارتش تو بازی بود، بچه‌ها متوجه شدن. حال کردیم. ان شاءالله که لذت ببرید. مرسی متشکرم. از شما هم ممنونم. یه چیز جالب من اینجا دیدم، عادل و علی. من همچین دوقلویی تو زندگیم ندیده بودم. خیلی عجیب بود. خسته نباشید. خدا نگهدار. برگشتم. مصاحبه جناب آقای علی مولایی رو دیدیم. مجبورم دیگه بعضی وقتا. افشین خان چطوری؟ افشین خانه علی مولایی هم جناب آقای علی مولایی. بست بازی تا قبل از که تو از من سوال بکنی من از تو میپرسم کی بود؟ از نگاه 95 بخوام بگیم بست مردمی هفته قبلم باید بگیم. اصلا اون که مشخص بود حقیقتا. امیرحسین اسنو بست مردمی بود به نظرم. خیلی سورپرایز شده بودن و اسمی نبود من ببینم کنارش بود. یه سری بست 95 کی بود؟ من ببخشید چون مریضم خود حافظه‌مو از دست دادم، بعد همه رو از اول بگید. بست 95 هم ما معتقد بودیم استو تونسته بازیو ببره دیگه. شما میگفتید شاید جلالیه. شما بین جلالی و استو مونده بودیم. خب ولی مخاطبا همه اکثرا میگفتن که امیرحسین اسنو. ما حالا روی جلالی و استو بس می‌کردیم که دو تاشون آمده بودن. و یه جورایی عقیده داشتیم که احسان بی‌نظیر بوده. حالا استو تونسته برای شاید ما پایان باز بست مردمی میتینگ قبلی وایکینگ بود. نه سریال چی بود؟ فیلم گفتی سریال. آره فیلم دار دستای نیویورک. و بست بازی 95 هزار دستان از دیدگاه 95 شما بگو. از من بخوام بگم یکم توضیح داره. من حقیقتا اون ریتمی که علیرضا داشت روز یکو اگه 20% هم پایین‌تر ادامه داد من به نظرم با اختلاف علیرضا مولایی بود. مثلا روز یک و لایه 2 3 خیلی خوب رفت شده ولی خراب کرد. ولی مخاطبا همه گفتن عرفان رستمی. منم به نظرم رستمی بود دیگه. به نظر منم عرفان رستمی. بذار چون هنوز کامنتای بازی تکمیل نشده انتخاب مردمی رو حالا ما هفته بعد اعلام بکنیم. ولی علیرضا ما توافق داریم. تو مریضیت که کامل برطرف شده. آره بابا یه آمپول و یه سرم دیگه. چون مریضیشون ویروسیه، مریضی من ویروسی. دروغ میگه. بست هزار دستانم از دیدگاه استودیو 95 عرفان رستمی. خیلی هم گفته بودن افشین ظاهر ولی عرفان رستمی بود که. حالا شما نظرتون رو جان. ببین من یه چند تا نکته راجع به سناریوی تکاور بگم. حالا تو هم دوست داشتی تکمیلش کن.
سناریوی تکاور شاید یه مدت یه بازی کمتر کردیم، توی کافا کم دران شده. اینجوریه که به خاطر تفنگ توی بازی خیلی بازی برای مافیا سخت‌تره. معمولا مافیا یک نفر رو توی این سناریو فدا میکنه. توی این بازی به نظرم مافیا رفت پشت به پشت هم بازی کرد، خیلی باحال بود، خیلی حرکت قشنگی بود. ولی دیگه روز دو اون پشت به پشت از هم دیگه باز شد، مجبور شدن به هم دیگه تارگت بزنن. خب این چی بود دقیقاً بگو، من یادم نیست الان. ببین مهران سفری فشار گذاشت رو قدیریان، یه سایدی هم بین اسنو و جلالی شکل گرفته بود. رستمی تو بازی میگفتش که فشار رو باید اسنو بذاره روی جلالی، نمیذاره، پس اسنو رو میکنم بیرون به ساید جلالی. همونجا مهران سفری اومد با ایگنور کردن احسان جلالی تارگت صفر زد به امیر قدیریان، احسانی که داشت قدیریان رو صفر کاور میشد. اینجوری شد که رستمی قشنگ اومد تو مسیر رو از بازی معادلیتور تونست بازی رو پیدا کنه. درود بر شما. چقدر دقیق. مرسی. می‌خوای بریم یه مسابقه ببینیم؟ بریم یکم با شما صحبت کنم. چرا؟ یکم سرحال شی، اون امین قبراق و پر انرژی همیشگی نیستی. بریم و برگردیم با یکی دیگه مسابقه بچه‌ها رو ببینیم. محمد رضا قدمپور رو ببینیم و برگردیم. اولین برد شهروند میتینگ فصل 3 قدمپور شبیه شاد شد. سلام. ببخشید. تبریک میگم به شهروند، بالاخره بازی رو برد. باید هم میبرد. به نظرم این بازی بود که همه شهروندها خوب بودن، همه خوب بودن، نداشتیم شهروندی که مافیا تارگت نکنه. یه اختلاف نظری هم بین قدیریان و سیتیزن بود روزی که اونم برطرف شد. تو روز دو خدا رو شکر بازی خوب بود. میموندی تو بازی با گایت کیو میزدی؟ آروین دیگه بابا. سدی تو سر. آروین اصلا من تو ترنم راجع به آروین یه حالا هست ویدیوش میبینم یه فراخوانی زدم. اول گفتم بچه‌ها کسی با این ترن آروین آروین مشکوک داده، دیدم هیچ ریاکشن نداد، فست شدم اصلا. ولی گفتم بازم با این حال من فکت آروین رو میارم، به نظرم مشکوک. آدز بالا آروین میزدم، حالا بازم شاید شرایط جوری بود که معلوم نبود، به نظر خودم یعنی بازیم با آروین بود. خیلی حیف شد. آره بازی حیف شد. شات هم منطقی بود این سیتیزن، این سیوی که داد، چون من خودم اگر دکتر بودم، یعنی خودم مولا عرفان رستمی 3 تا شات بهترین شات‌های شب یک بودن و سیتیزن هم میگه من مولا و با عرفان رستمی شب یک شات. نه شب یک که خودش رو سیو داد با عرفان، خودش و عرفان که به نظرم خودش رو نباید سیو میداد دیگه، چون دفاع اومده بود و شات نمیشد. بهتر بود یه سیو دیگه داشته باشه. آره میتونست. های در مجموع بازی خوبی بود. آره جان راضی ام. به نظرم از این بازی مخاطب راضی، بازی خوبی بود. ما رو آقا چرا شب یک زدن خانم سارا؟ ترسیدن. 300 کیلومتر راه از شمال ترسیدن از تا اینجا، مترو فرنگسرا تا صادقیه. اینا مسیر آی صادقی، اینا مسیر برگشت که صادقی منو میرسونه طبق معمول، بیچاره همیشه زحمت میکشه ما رو میرسونه. این مسیر ما اومدیم اینجا نشستیم رو صندلی سیتی 6 کنار دادگاه، شب یک ما رو زد. چرا این کار؟ اینا کارهای سفریه. جلالی که گروگانگیر بود، کار سفری بود. بگو سفری بی‌نظم. سفر رو ببین، سفر تموم شد دیگه الان. ها شدی سفر تموم شد، این باز دور برداشت. امیدوارم لذت برده باشید. مرسی متشکرم. دید مسابقه رو اصلش این بود که ما اون حاشیه آخر بازی هم نگه داریم، الان نشون بدیم ولی این کارو نکردیم. خب یه تحلیل کلی از بازی بده بریم سراغ کامنت ها. ببین یکی از دلایل اتمسفری و تلفیق هنر زندگی و این بازی میتینگ بخوام بهت بگم، اساساً وقتی شعبون استخونیا و خوشنویسا و صحافا و پاسبونا و همه دست به دست هم میدن، شهروند میتونه هزار دستان رو شکست. تو زندگی به نظرم همینه. تو این میتینگ خدا رو شکر برام خیلی جالب بود، شعبون استخونی توی شهروندا بود درست. و چقدرم خوب بازی کرد. و اساسا بهت بگم از اون بازیاست که باید با موچین شهروند، یعنی بخوای جدا بکنی. به نظرم همه شهروندا خوب بودن. بازی کیو خیلی دوست داشتی؟ من ببین عرفان اگر کاراگاه نبود بهت میگفتم بازی عرفان رو دوست داشتم، ولی خب به هر حال البته با اینکه خب استلامش هم درست بود. اما قدمپور به نظرم گزینه باحالیه. قدمپور به نظرم تقریبا آره قدمپور به نظرم خوب بود. میگم عرفانم خیلی خوب بود. حالا علل حساب یه ابیلیتی داشت که رستمی شانس آورد. رستمی اگه با منفی احسان جلی میومد تو بازی، اگه احسان رئیس بود بازی سخت میشد برای بله مافیا با شهروندا، و اینکه شاید جای قدمپور خود رستمی شات میشد. سیوم روی رستمی نبود. بله. رستمی شات میشد حتی به قیمت اینکه قدمپور
آروینو بزنه به نظرم بازی گره میخورد. اینکه با یس اومد تو تونست بازی رو خیلی به نفع شهروند کنه. حالا 2-3 تا نکته که ذهنته بگو یه چند تا من کامنت. نه من نکتم تموم. با انقدر همه شهروندا خوب بودن خیلی نمیشه ریز شد سعید حرکاتشون. هر کسی یه مافیایی داشت واسه خودش رو ریل اومدن با تعامل، یعنی با هم کنار می اومدن سر اگر مافیا مشترک داشتن تو خروج اون مافیای کسی دیگه تو پیو اون کمک می‌کردن که بره. رأی ظاهر به احسان تأخیری بود. افشین زارو که رأی 4 انداخت. بله به نظر تو تأخیری بود. حتی رأی 1 مولا روز 1 به قدیریان حالا نرفت بیرون که اومد تو دفاع هم به نظرم تأخیری بود. بینیا کلا اینطور رأی‌ها رو نمیگیره. من ولی خودم خیلی حساسم روش. سرم رد شه دیگه من بر نمیگردم بشمونم. بله خب تو کلت خرابه برای خیلی اخلاق نداری. همین یک تا نظر الان دوتا میگه ما بعد هم سایت کنیم اون دوتا اومدن یه بازی تارگت پخش شد. من حقیقتا توقع داشتم همین یک تا الان قربون صدقه شرمنده اصلا اون بازی. خب دیگه من اون بازی راجع به کله من از این تریبون حق البته ولش کن. 3-4 تا شهروند انقدر بدتر از من بودن اونا جلوتر از من. مطمئنی تو بدتر کسی بود؟ من تو کامنت ها دیدم اول 3-4 نفر جلو من سر بریده میشدن بعد میرسیدن. وای من اون بازی کله سالم ترین بازی بودم و یه دونه چیزم نکردم. آقا اشکالی نداره. من از این تریبونا من یه رانت تو زندگی دارم اینه دیگه، این رانت استفاده کنم. حالا بقیه پلیرها این تریبونا رو ندارم به من ربطی نداره. من چالش گرفتم به خود علیرضا جعفرزاده رو مشکوک کردم. به تو هم گفتم بابک و ول کن برو با اسنو سایت بگیر. به نظرم اسنوف سینا بهنیا اومد منو گردن گرفت از فکتای اشتباهی که شماها داده بودید. منو تو که رو پلاسته چرا روز دوم به این ذهنت نرسید؟ من حتی تو نمایندگی گفتم به نظرت سینا بهنیا این پلاسی که رو من هست مشکوک نیست، یعنی من شهروند. گفت نه منو بیار دفاع. منم اب نداره کلم خراب یه طرف تارگت من بودم دیگه. من باز آدز شهروندی داشتم. ولش کن. حالا بریم سر میت. من از شما عذرخواهی میکنم ان شاء الله. سعید عزیز گفته یه بار شهروند شم شما رول شهروند منو با 8 تا بکنی بیرون. سعید عزیز گفته به خدا عرفان رستمی نبود 99% مافیا میبرد بس که بازیو داره ساده نگاه میکنه. آقای سعید شعبازی هم گفتن قبل بازی میگم موزیک شب گرفته تا تصویر برداری مصاحبه‌های قبل بازی و بعد بازی و کارهای گرافیکی و اینا همش بی‌نظیره. خسته نباشید میگم به همه عوامل. من کامنتایی که خود تاپ یوتیوب آورده رو دارم میخونم، جدا شده نیستش. آقای علی میرزا گفته که چه فکتی آورد قدمپور برای آروین دندونام عرق کرد. هم جمله جالبیه. خانم نسرین نیکی قبلا خیلی به من انتقاد میکرد، ایراد میگیره بعد بازیام الان این مقدار مهربونتر شده با من. گفته که ادیتور کارت حرف نداره. اشکان عزیزو میگه. آقای علیرضا سالک همیشه منتقدمونم ولی مرسی که همیشه واسمون کامنت میذاری. گفته سلام واقعا شاه مازندران برازندت استاد. عرفان رستمی هم تو هر بازی باشه اون بازی دیدنی میشه. یه عزیزی هم نوشتن اسمشون نیستش، آیدی مستعار دارن، نوشته بعدی که مورد علاقه هم همه درجه 1 و خفن. واقعا جز میتینگ هایی بود که اون کامنت هایی که مردم میزنن و دوست دارن همه دور هم دیگه نشسته بودن. یه عزیزی هم کاوه مخاطبای خوبمونه اینو راجع به هزار دستان گفته. اینو میخوام خودت بخونی یکم راجع بهش توضیح بدی. کاوه فتحی عزیز راجع به هزار دستان گفته اینو بخونی واسمونو یه صحبتی راجع به این سکانس بلند بخون. داری توی دلت میخونی؟ نه اصلا خواستم اینم چیه تو آخه سورپرایز میکنی ببینم چیز عجیب و غریبی نمیشه. میگه پیروزی محرومان قطعی است، دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد با چشمان خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد حتی اگر در کاسه چشمان من و تو گیاه رویده باشد. دیالوگ ماندگار هزار دستان. نمیدونم دیالوگ کدوم کاراکتر بود، اگر اشتباه نکنم دیالوگ، امیدوارم درست بگم، اتمسفر قصه‌ای داره یادم میاد، هنوز یادم نیست چرا. احساس میکنم این دیالوگ گفتگوی کاراکتر علی نصیریان صحاف با رضا خوشنویس اون شبیه که توی کوچه صحاف اومده میگه که ماجرای ما لو رفته و منم دارم خروج میدم از این دار و دسته، میخوان تو رو انجمن میخواد تو رو بکشه. دیالوگی خیلی قشنگی روی این بازی هم نشسته. اشتباه امیدوارم نکنم. خیلی جذاب بود دیگه. اساسا این که مخاطب این تم رو پذیرفته و داره فارغ از مافیا یک جهان دیگه ای رو دنبال میکنه و خودش گره میزنه. اصلا همین پذیرش رسالت من بود و برام کافیه و خوشحالیم که واقعا دوستش دارن. فرشاد عزیز گفته ماشاءالله قدیریان تو دفاع چینو تارگت کرد. مولا هم روز یک عالی بود.
هادی قدیری عزیز گفته ترن قدمپور روز 1 3 بار گوش شدم و هر بار یاد گرفتم. این دوربینی که روی منه آقای مولا خاموش شدش، شارژش تمام، من میرم روی اون دوربین. بله. مرشد عزیزم گفته تشکر بابت فیلم برداری تدوین. اشکان منم خواهش کنم ازت ترن 1 اینو من خیلی با این مخاطب موافق بودم. منم این ترن خیلی دوست داشتم. دقیقه 44 روز 1 که به نظرم ترن قدیریان یک بار دیگه مخاطب تو 95 چه اینو تارگت میکنه؟ کیف میکنه. آروین محمدی کی مشکوک داره؟ عجیبه برام. آروین محمدی، من جمله معروف آروین محمدی رو میگم، من اینجا نشستم که بازی از فکت خارج نشه. مهران سفری و رستمی هم نشستن پس با هم شهروند. فکته؟ باکس باشن چی؟ همسایدن، تیم شهروندی احسان رو قبول نکن. داری شهروندشون میکنی، بازی هم داره تموم میشه روز یکش. همسایدن میخوای بازی رو در ببری. میخوای بازی از سرت بگذره با کلمه همسایدن. باید بگی چون جفتشون مافیا باشن خیلی خطرناکه قضیه. نکته بعدی، احسان جلالی بیان شهروندش رو بررسی کنیم از چه کارت مافیایی پیدا کرده. قدیریانو حتما از رو کارت مافیایی سیتیزن، چون از رو کارت مافیایی این دوتا میخواست پیدا کنه دیگه مولا رو هم کاور میکرد. مولا رو به این دلیل کاور نکرد. دوتا شهروند داره، آروین محمدی رو شهروند داره، خودش هم شهروند، قدیریان هم از رو کارت مافیایی سیتیزن شهروند داره. پس چرا سایدش با اسنوی در میاد که سر صحبت این لایک داد گفت بعد آروین از بازی خودش باید سایدش رو با سیتیزن بگیره نه با اسنو. این یه نکته. نکته بعدی میگه دیتاهایی که جلالی داره میده درسته. ببین افشین از چه دیتایی استفاده کرده به قدیریان گفته شهروند. گفت اگر مافیا رو کاور کرده باشی جلالی اون قدیریانه. ببین داره مشکوک دومش کیه؟ افشین خوردش به احسان چیه؟ بین همه آدم چون تو گفتی یارم شهرونده پس شهرونده. و الا به نظرم مشکوک بوده. ذهنیتش باکس قدیریان افشین رو داره تولید میکنه آقای آروین. بله. تیم شهروندی احسان جلیلی اگر یه مشکوک داشته باشه از نظر شما و تحلیل شما آقای قدیریان، مشکوک دومت با فکت آقای افشین ظاهر بود. منطقی بود این دو تا با هم باکس باشن؟ نه، پس به نظرم مشکوکی. سیتیزن احسان ساید قطعی بازی به نظرم تو افشین و آروین هم مافیا است. ولی خیلی هم با نقشش داشت بازی کرد. من اینو دوست نداشتم. اوج زشت بازی کردن امیر قدیریان اینطوریه که تفنگ مشقی رو میده به خودش. همونجا که تفنگ مشقی داد به خودش من و سینا پشت صحنه بودیم. قدیریانو گفت. بله. من اصلا داشتم دقیقه 44 قدمپور رو میگفتی. بله. من گفتم قدیریان. من خیلی هم موافق نیستم. کامنت حالا با هرچی شما میخوای بگی بگو. اینو امین پشت صحنه که بودیم قدیریان تفنگ مشقی داد به خودش، سینا بینی هم نگاه که دو دستی بود تو سر این دیگه چه کاری بود. میدن آخه خیلی رواله اولین بار تویی که 2 روز نشستی رو نقشت دیگه من نمیتونم رأی بدم و این دیگه روز سوم دیگه مشقی نده به خودت دیگه. تو یه بار سمت نقشت رفتی دیگه نباید بری به شهروند مشکوک میداد اگر اون میشد. شاید کیک نداشته باشه، شاید هم بگی اصلا آنفت که کیک نداره وقتی قانون بشه. به نظرم جایگاه میتینگ پلیر باید استفاده کنه که پلیر باید از همه توانش استفاده کنه، سمت نقشش نره. به نظرم اونی که اگه کافه بود من گفتم اب نره، کافه است، ولی میتینگ دیگه باید یه آموزشی هم باشه. ایران صفرون خیلی اسمش سخت آیدیه، گفته وقتی عرفان رستمی تو بازی هست میخکوب میشه آدم. پویا غفاری گفته قدم پور عاشق بازیتم. امین منتجبی گفته که به نظرم به قدم پور شماره 8 بدید بپوشه، انقدر که فنی و ساده بازی میکنه. واقعا 4-5 ماه پیش بود نشستیم یه بار به این فکر کردیم که با شماره بدیم به بچه‌ها. خب ایدهشو کلا گذاشتیم کنار. چه 1-2 هفته پیش به یکیتون گفتم اینو 4 شب عید بود اردیبهشت بود، نشستیم کی بود همون تایمای بعد عید راجبی صحبت کردیم. اتفاقا گفتیم مثلا گفتیم احسان جلیلی 7، افشین ظاهر 10، اتفاقا به قدمپور 8 دادیم. فکر کنم سفری اومد گفت 8 منم. دیدیم یکم بحث شده توی شماره بین بچه‌ها. اصلا کلا ایده مثلا گفتیم یه کسی که مهمان میاد جذاب نیست که به مهمان یه شماره بدی شما که 38 مال شما. مثلا آخه میدونید چیه ایدم این بود مثلا صادقی شماره داشته باشه 47 مثلا علی صادقی آره مثلا امیر حسین اسو 73 شماره‌ای مثلا این تیپی. علی صادقی رو گفتی انقدر حالا هی مفتشو نبریم بچه را هر جا نیست تو مصاحبه و پشت صحنه. من خودم یه بار گفتم راجبش حرف زدم، حالا اینکه گفتم تو دوران اوجش هم نیست، توی 2-3 تا برنامه قبل. یه نکته مثبت بگم علی صادقی
یک روند محسوسی رو شروع کرده، بهتر داره میشه. اصلا کاری به پلیش ندارم، به نظرم انقدر داره رفتار، ادبیات و لحنش رو کنترل میکنه جدیدن. بله. شاید یه ذره رو بازیش تاثیر گذاشته باشه و به نظرم پلیر توی این سطح وقتی میشنوه و تاثیر میذاره روش و اینقدر میتونه دوباره به آرامش برگرده، به نظرم نکته جذاب شخصیتیشه. خیلی به نظرم یکم فاصله گرفتم کامنت ها، ولی بعضی وقتا باز میره اصیل کامنت ها میشه و توی رفتارا و بازیش توی بازی قشنگ اثر میذاره و دیده میشه. هفته بعدم هستش توی میتینگ، احتمال خوبم بازی کرده، باحالم میشه اگه بیاد. علی ناصری عزیز گفته که تحلیل قشنگ قدمپور آروین و احسان آچمز کرد. سینده عزیز گفته فقط عرفان. امیر قدیریان دمتون گرم، عرفان نبود شهر باخته بود. بیژن دلگوشه عزیز گفته عرفان رستمی بدون پیچ دیگه‌ای که باعث بشه تارگت های عجیب غریب تولید کنه معمولا بازی شهروندی درخشانی انجام میده و لذت بخش و واسه برد شهر میشه. شهروز هم گفته قدمپور عالی بود. بریم یه مصاحبه‌ای رو ببینیم، یه دو سه تا کامنتی هم آماده کنیم و بخونیم و بریم سراغ بچه‌ها. جان سلام. الان عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز لژندری. چرا رأی ندادی؟ آقا من اینو بگم، یه لحظه به خودم بده لطفا. من دویی که به احسان ندادم دلیلش این بود که چون بازی تو 9 تا بود به نظرم حتما گانر تو بازی بود، گفتم 2 رو ندم، شات اصلا بشینه بره تو 8 تا، یه گان بیاد تو بازی 8 تا، دست اصلا مافیا که نمیومد، دست هر شهروندی هم میومد مافیا میزد رو پوزیشن دیگه. گفتم یعنی بازی قطعی وین شه. گفتم اگه 1% جلالی شهروند باشه بره بیرون، من خودم میدونم شهروندم، فرداش من میرم، هیچکی به جز من نمیرفت که فرداش، یا منم نمیرفتم تاش مولا میرفت دیگه. برای همین گفتم 2 رو ندم، یه ذره محافظه‌کارتر عمل کنم که کاش میدادم 2 رو. یعنی روز یک که فقط مافیا تارگت کردم ولی 2 رو میدادم خیلی بهتر میشد. مرسی، ممنون. فکر نکردی اصلا گانر نباشه تو بازی؟ نه مطمئن افسون شات رفته، فردا افسون میشه، به اونی که گام میده میمیره. قدمپور اصلا تو پوزیشن 3 مافیا بود، یعنی مهرانو که فهمیدی، یعنی ترن مهران حرف زد قیافت عوض شد روز یک. 2 مافیا هم داشتی تارگت میکردی دیگه، یه رأیو میدادی بازی زودتر از این تموم شد. میخواستم بدون آدز شهروند ببره دیگه، عجول عمل نکردم، گفتم بذار بازیشون ضبطی هم هست منطقی پیش بره و متاسفانه 2 ندادم، ولی خب شهروندای عزیز کارو در آوردن. مرسی، متشکرم، خدا نگهدار. بازی خوب، تفنگات بالاخره رسید. آره بازی برام روز یک در اومده بود واقعا. یعنی چرا به قدمپور گان دادی؟ خیلی برام شهروند، فقط دادم آروینو بزنه. تو رأی کاری که آوردم دیگه آروین قطعی مافیام شد، آروین، فقط هم قدمپور میزدش، دادم قدمپور بزنتش. تو دفاعم هم گفتم بین سیتیزن، مهران سفری، آروین، احسان جلالی تو اینا چین مافیا نشسته. آره به اسم گفتی شهروند. تو 9 تا دیگه نمیتونستم من رأی بدم به احسان جلالی، چون من تفنگ دارم، بعد بذارم بازی بره تو 8 تا گان بدم، ساید بازی باز شه دیگه. اینا هم میگن تو چرا رأی ندی، آخه ببین تو میدونستی تفنگدار خودتی دیگه. اینا اون کسایی که به اینا رأی نمیدادن فکر می‌کردن اینا تفنگدارن و عرفان و سیتیزن دارن پوشش میکنن. تو که میدونستی تفنگدار خودتی. خب پس من میتونستم، تو میتونستی رأی بدی. تو اتفاقا میتونستی رأی بدی، چون اون شاید دست و دلش بلرزه، ولی تو مطمئنی تفنگدار خودت، تفنگدار قرار نیست پوش بشه. من اینا دارم منو باکس میکنه، اوکی یا نه؟ من رأی بدم اصلا باید سایدرم در بیارم دیگه. من رأی بدم فردا یه جوری ثابت کنم که آقا من شهروندم یا نه، بعد تفنگ رو جوری پخش کنم تو بازی دیگه. ساید من بسته بودم تفنگ بعدی رو بدم افشین ظاهر بزنه، یعنی یا افشین ظاهر میدادم یا اسمو میدادم، چون من همین خوبه پس خوبه افسون بودی. همینجا میدادم، چون همین 4 تا برام مافیا بودن، یعنی جای دیگه میدادم، یعنی تو همین 4 تا که غیر از مافیا بودن برام میدادم. بعد نبود دیگه، فقط روز یک. بازی کیو دوست داشتی؟ بازی تو این بازی اونایی که اسنو خوب بود، عرفان خوب بود، اسنو و عرفان خوب بودن به نظرم. قدمپور هم میمون که خیلی خوب بود. کی خیلی اذیتت کرد با کارت چربند؟ سیتیزن، امید سیتیزن دلمون نکرد دیگه، گردنمون گرفت. تو خارج تیم میگفت قطعی. آخه میدونی چرا سیتیزن برام مشکوک بود؟ چون سیتیزن به احسان جلالی میگفت شهروند، احسان جلالی تارگتش میکرد، میگفت احسان که شهرونده، به قدمپور داشت تارگت میزد، قدمپور هم شو شهروند بود برای من، به منم میگفت قطعی، به خاطر همین برام مشکوک بود. ولی اومد دفاعیه برگشت دیگه، بعد اون خوب شد روندش. اومدی دفاعیه روز یک فکر کردی پوش شدی رفتی دیگه؟ نه مطمئن بودم پوش نمیشم، چون میدونستم که یه مافیا که بهم رأی نده، خارج ساید رأی 2 نمیده. درباره‌ام دادم به علی مولا که علی مولا رو قانع کنم که نباید به من رأی بدی. یک از رأیای کام با خودم اومد تو دفاع، یعنی نهایت 2 تا رأی می‌آوردم، 2 تا مافیا. همین. خب پس خوب بود برات.
مرسی، متشکرم. دید دیگه اینم تموم‌های مصاحبه بود تا بچه‌ها بیان. یه چند تا کامنت هم من بخونم اینجا. تشکر کنیم و میگم شما هم زیاد حال نداری، من نمیخوام زیاد نه آقا مزاحمت شم. مخاطب اومده برنامه رو ببینه. هر وقت میکروفون افتاده دست، دو تا جمله تشر و تخریب زدی. بامداد فلاحتی عزیز باز لطف کردن، دمشون گرم، $25 برای ما دونیت کردن. مرسی که همیشه انقدر حامیمونی. قول بهت میدم فراز یه تارگت 12 نفره خیلی خفن است، خوراک خودته. بازیایی که دوست داری یک شنبه‌ای که داره میاد فردا شب، نه هفته بعد فراز حتما حضور داره. خواستار حضور فراز بوده. طالب نظری گفته عرفان و قدیری فوق العاده بودن و اینکه مسابقه قبل بازی و بعد بازی هم گفتم بهتر شده. مصطفی آزاد عزیز و کلی تعریف و تمجید کردن از این پیش برنامه و پس برنامه‌هایی که برای میتینگ گذاشتیم. بریم بچه‌ها رو ببینیم. نکته نظری خاصی نیست راجع به میتینگ گذشت. همه چیز عالی. بریم و با آروین محمدی و مهران سفری همراه ما باشید و یکم با بچه‌ها صحبت کنیم. بله خوش اومدید مهران و آروین عزیز. ادامه برنامه رو. انرژیت پایینه آقای غفار. من مهران الان یه کاری می‌کنه انرژیم تنظیم میشه. اون خودش هم مریضه. 4 تا مریض نشستیم تو برنامه. فکر نکنم مهران یه موتوری هست تو محلمون، همیشه میاد میسازش. آره اینطوری نگاه نکن. آقا مهران جان چطوری؟ خوبی؟ سلام قربان شما. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبا. جدی باشم دیگه. قربان شما خوبم. از این جدی باشمی که گفتی معلومه که اصلا جدی نیستی. آروین جان چطوری؟ خوبی؟ ردیفی؟ قربونت محمد عزیزم. مرسی. سلام می‌کنم منم به مخاطبای باحال 95. امیدوارم که برنامه باحالی داشته باشیم. این برنامه رو واسه تغییر کردن شما دوتا چیدیم بعد مدت‌ها. من داشتیم به این فکر گپ می‌زدیم ما قبل از برنامه که چرا 2 تا بازنده وسط مافیا انگار این بچه‌ها رو آوردیم بگیم بچه‌ها مثل اینا نباشین. آخه جالبیش میدونی چیه؟ هفته پیش گفتیم که استو یه تیم بازنده پیدا کن، گفت مهران سفری، آروین جلالی. به جلالی گفتن یه تیم بازنده پیدا کن. به نظرم شیمی آروین و احسان تو تیم مافیا نمیخونه با هم. یعنی مهم نیست کی چین سه‌شونه. این تا حالا دوتایی با هم بردیم بدون چین سه. حالا ببین یه بار یه طوری بردیم که اگه پخش بدون فاز شب من روش قسم میخورم تو ایران کسی نمیگه چینیم. دیگه روحیمون افتاد دیگه، اون پخش نشد دیگه افتادیم. اون بازی هم با دعای خیر پدر و مادر بردید، وگرنه رو چین تحت فشار. یعنی میدونه خودش آقا شما تجربه دارید. اگر تو این 1 ساعتی که تو این برنامه این یه چیزی گفتین غفار تایید کرد، من آقا یکم از بازی بگید، در کدومتون بگید چی شد که رفتید تحت فشار؟ فکر می‌کردید انقدر داشتید باحال میرفتید، چه روز 2 روز 3 که دوباره تفنگ تو بازی نبود و احسان یهو رفت. یکم راجع بازی بگید. در رأی یک که میدونم احسان نده به امیر قدیری. مهران تو بگو. لعنت به این سناریو تکامل. هر چقدر هم خوب باشه یه جگام میاد تو سایدت بخوره همه تو میری دیگه. سایت تو اسنو احسان جعلی بود. احسان دیگه کم کم داشت بیشتر مشکوک میشد. ما هم شناختی از طرف رستمی و اسو شهروند شده بودیم، اومدیم جلالی رو نجات بدیم، خودمونم رفتیم اون لاله ها گیر کردیم. بازی خوبی بود ولی یعنی این تأخیری که افتاد، یعنی تا 1-2 روز طول کشید، واقعا حرکتایی بود که مافیا تو بازی میزد. یعنی سایدی که من رفتم با قدیریان گرفتم 2 به شکل خوبم نقش در می آوردی ها. آره معارفه برگشتم گفتم افشین ظاهر تکاوری شات قدیریان هم گفتی تفنگ داری. آره اونم گفتم به جلالی. آروین یکم تو اب بازی بگو، ازت کجا باختید؟ نقطه عطف کجا بود؟ ببین ما شروعمون خوب بود محمد، یعنی من و مهران که تارگت نمیخوردیم، احسان هم آنچنان تو فشار نبود با اینکه معارفش خیلی روون نبود، یعنی از دیالوگش و از شروعش و اینا معارفش روون نبود، ولی دیگه از اونجا که ساید اومد بین احسان و امیرحسین اسنو ما شاید یه ذرم طمع کردیم، باید زورش رو زیاد میکردیم، همون ساید باز میکردیم، میخواستیم هم ساید نشیم که ما یه اسنو رو بکنیم بیرون مثلا 2 تا 3 تامون رو وصیت کنه، چون دیگه منم تارگتش کرده بودم صفر معارفه، باید فرار میکردی احسان. چالش نگرفت تارگت هم کنه، من فرصت رو دیدم که اوکیه هم ساید نشم با احسان جلالی، بشه اگه میتونه خودش پوشش کنه که فردا 2 سایدی کنه. احسان هم به نظرت زود نبست سایدو میتونست بذاره سیت 3 روز 1 ساید بستن؟ ببین استارت اسنو اگه معارفه رو یادت باشه اینطوریه که نمیخواد با احسان خیلی سفت درگیر شه، اصلا بهش هم میگه شهروند، باید از این استفاده میکرد، نمیرفت مشکوکش میکرد جنگ ساید، مشکوکش میکرد یه جا دیگه بازی رو مینداخت. مثلا یکی از نقطه‌های بازی که همینطوری بی دلیل شهروند شدن
شهروندم موندن قدمپور و افشین بودن. یعنی معارفهشون خیلی معارفه شهروندی نبود ولی اینقدر مافیا نرفت سمتشون تو بازی شهروند شدن دیگه. به نظرم ولی دارن از یه پاسخی فرار میکنن محمد. کدوم پاسخ؟ کلید باختتون کجا خورد؟ خیلی رک بگید. یعنی جایی که احساس اگر اون اتفاق نمیافتاد نمیباختین. من حالا اشکالی هم نداره همدیگه رو متهم کنید یا حتی اگر احسانی که نیست. به هر حال حالا فارغ از اینکه رفیقیم یه برنامه حرفه‌ای احسان هم دفاعی داشته باشه میاد انجام میده. شما هفته بعد نیستی ممکنه اون باشه. کلید باختتون اون جایی که هر کدوم انفرادی گفتین باختیم یاد باید فدایی زیاد بدیم کجا بود؟ اینو صادقانه به ما بگید. من خودم یه اخلاق بدی که دارم نمیفروشم اصلا تو میتینگا تا حالا نفروختم. من هفته پیشم توی تحلیل‌ها این بود که مهران یکی از خصلت‌های جدیدش اینه که اصلا به یار تارگت نمیزنه. آره به یار دو هم نمیدم. یعنی اگه می‌خواستم برم تو ساید احسان جعلی و اسنو حتی اگه شهروندرم تو سایت میکردم بیرون اون سر سایت مافیا بود باز اونقدر مشکوک نمیشدم. حرفی که رستمی زد گفت مهران داره از بیت شهروندی اسنو بازی میکنه، واقعا هم داشتم از کارت اسنو بازی میکردم. گفت نرفت جلالی و تارگت بزنه، اومده میگه قدیریان تو بازی مافیاست. سر همین اونجا مشکوک شدم. اگه میرفتم تو سایت حتی واسه تارگت زدن جلالی هم میرفتم شاید میتونستم فرار کنم. پس تو میگی جایی که به یار تارگت نزدی گفتی دیگه باختی. آره. یه پیج هستش تو اینستا حافظه تاریخی، کلیپای باحالی میذاره، من دوستش دارم. یه دونه باید برای مافیا لژندری بذاریم حافظه تاریخی الان اشکان بخش کنه. اون بازی که علی حسین مافیا بود، آروین یارت بود، سید 2 3 نشسته بودی، دقیقاً همین سیتا. خب آخه بازی یار کردی بیرون دیگه روز یک. مخالفتش بعد انجام اون رای 2 بهش ندادم. یه جا مجبور شدیم بریم تو زرگری با هم دیگه، رفتیم هم باسپورس. این بازی هم دوست بازی بود که شما باید میرفتی تو زرگری دیگه. آی سفری تارگت زدن شما به جلالی خیلی بهتر بود تا تارگت همون دیگه گفتم با خجالت بکش. اصلا این به نظر دیدگاه مخاطبه که میگه آقا این چرا به یار تارگت میزنه. سناریوی بازیه. یه موقع از شما باید بشینی کنار دخالت نکنی، یه موقع از شما مجبوری فقط شهروند تارگت کنی، با شهروندا بجنگی، تیم کاور کنی. یه موقع هم هستش که باید با یار زرگری بزنی دیگه. به نظرم سناریوی تکاورم میطلبه که اصلا شما یه سایت دوم سومی با آروین با هم دیگه بازی می‌کردید. ما حرفی که همیشه میزنیم تکاور اینه که یه یار باید فدایی شه. آروین تو هم بگو نقطه عطف کجا بود؟ تو فکر کنم تو هم بگو جایی که انفرادی اس کردی باختی. من باختی اونجا که دیگه واقعا برام آز نداشت بازی رو ببریم هیچ مدله. بعد این بود که دیگه احسان جلالی رای 1 تو 8 نداد به امیر قدیریان بیاد تو دفاعی. نقطه عطف باخت اونجا دیگه نقطه به خودش هم گفتم. میگفت می‌خواست دیگه خیلی تمیز بازی کنه که به همسایدش هم 1 نده. دیگه تمیز بازی کردن مال اون وضعیتی نیست که ما داریم 3 تایی میریم دیگه، یا مرگ یا پیروزیه. همتونم کاور می‌کرد تو همون شرایط. آره دیگه وقتی این کارو میکنه باید بگه آقا اصلا شاید قدیریان مافیاس داره منو کاور میکنه بهم رأی نداده، شاید خب این مثلا من پوزیشن دارم بهش 1 بدم. این کارو اگه میکرد بهش رأی 1 میداد. نمیگم ما امیر قدیریانو پوشش میکردیم، ولی حداقل یه شهروندی که با دستش احسان جلالی رفت بیرون بهش 2 داد، حق رأیش بسته بود. چون علی مولا داشت کاورش میکرد، فکر میکرد تفنگ داره. من و مهران هم که یاراش بودیم. امیر قدیریان اگه رأیشو میبستیم میشد 3 تا رأی همونو میرفت. رأی سومی که باهاتون بازی کرد و بهش امیر رأی 1 داد کی بود؟ افشین بود یا مولا؟ امید سیتیزن بود. امید سیتیزن بود. اینو یه دقیقه ما یه استوبی هم بدیم. اشکان اینو نشون بده، برگردیم دوباره تو استودیو و بچه‌ها. اون لحظه‌ای که روز سوم احسان جلالی رأی 1 نمیداد. یه هو می‌کنیم. رأی برای امید، رأی برای علی، رأی برای قدیریان. بله سیتیزن. ویدیو چک باحالی بود. من یه چیزی بگم. 2 تا بگو. من به واسطه شغلم اجازه ببین فیلینگم درسته یا نه، یعنی حدسم درسته. به نظرم مهران سفری یه چیزی داره پنهان میکنه. الان یه چیز به نظرم اینم انداخت گردن خودش که یه چیزی رو نگه. الان جیبش میندازه بیرون. مهران سفری بگو دلیل باختتون چیه؟ یا من اشتباه میکنم، نمیخوام زورکی به تامین کنم. به نظرم یه چیزی رو نمیگی. درست میگم یا نه؟ احسان جلالی نیست دیگه، ما دوتا اومدیم همه رو بریزیم رو احسان جلالی. آخه یه نکته دیگه که من به خود احسانم گفتم بعد بازی خودشم قبول کرد این بود که سیتیزن داشت از بیس شهروندی احسان جلالی داشت بازی میکرد. آره بعد رفت قدمپور رو تو بازی گردن گرفت امید سیتیزن. احسان جلالی سر ترنش به امید سیتیزن گفت آروم باش، یعنی بازی رو روند آروم کن. بعد دیگه همین شد که سیتیزن تو چالش بعدی گفتش من وقتی دارم از کارت شهروندی احسان جلالی قدمپور رو گردن میگیرم بکنم بیرون، خود احسان جلالی میگه من آروم باش، من خودم آره صندلیمو میدم عقب
بذار خودش ببینه چی کار میکنه. یعنی اگه میذاش حداقل اونجا هم یه جنگ شکل بگیره، امید سیتیزن انقدر راحت از کارت قدمپور نمیگذاشت. در ادامه بی منطق جفتشون رو تارگت کرد. گفت قدمپور و سیتیزن با هم دیگه. غفار جان شما چرا دست تولید میکنی؟ این آقا نباید تو ترپ میافتاد که افتاد. پس از نظر آقای آروین جلالی این دیگه چقدر تو بازی هم میشه. تو بازی هم برو. و آقای مهران سفری دلیل باخت میتینگ هزار دستان تقصیر آقای احسان جلالی. احسان جان این تریبون هم برای شما آزاد، هفته آینده ویدیو بفرستیم. میخوای بیای تو برنامه وایس بفرستیم و در این دو تا زوج دوره همیه شما دلیل باختشون. این قسمت 5 تاشو کم کردی 90 دیگه، این 95 آخه میدونید چیه؟ مهران سفری نوار پیروزیش باطل شده، یعنی پاره شد. باطل شد چیه؟ یعنی خودش میرفت سایدش میبرد. خیلی به نظرم ناراحت، شب خوابش نبرد. افر باره چی باختن؟ من به نظرم مهران تو هر تیم باشه باید مهران رو بفروشی، وگرنه دوامی نداره. سوالی بر نمیاد. افر به نظرتون همیشه کلش خراب نیست؟ یه ذره سر کیف نیست معمولا. خیلی شما آقای فراستی دیگه هر چیزی بگید. من چند وقتی امروز بهت گفتم، من چند وقتی اینا رو رها کردم، با حال خودشون دایورت کردن. همیشه ضبطاشون و بازیاشون با 2 ساعت تأخیر برگزار میشه. فشارا جواب میدم اینجا. بله. آره دیگه. من یه چند تا نکته بگم. من اومدم استودیو داشتید یه سری کامنت میخونید، دیدم از قدمپور زیاد تعریف کرده بودن. اینجوری نیست، چند تا اکانت فیک داره. خودش میگم 100% اون کامنت ها حساب نکنید. خودش چند تا اکانت فیک هم نیستش. کی بود رستمی میگفت رو من میگن شاه مازندران از اهواز و بوشهر و ساوج بلاغ نمیگن که بچه‌ای تو کافه‌شونن گوشه بردارن شاه مازندران. دقیقاً رفتارش مثل نبی معمولی دیگه. یه راننده مجلس بود، نباید مخالفت کنیم. خودشو دیگه تو اعضای مجلس بوده. از قدمپور هم همچین. کی خیلی تو بازی اذیتتون کردش؟ آره سوال باحالی. تو الان این جواب بده. من میخوام جواب بدم. آره آروین تو بگو. ببین منو شخصا قدمپور اذیت کرد روز یک. یعنی اصلا شاتم قدمپور نبود. رو فکتات فکت میآورد. آره رو فکتام فکت میآورد. منم این اذیتم میکنه. وقتم صرف این شه که مافیام شهروندو بخوام دیباگ کنم. نکنمم پافشاری میکنه دیگه. چون من وقتم و مافیام برای میخوام که یه جریان روی شهروند بسازم. این وقتمو میگرفت که جواب فکتاشو بدم. دیگه نمیتونستم رو شهروند. نمیتونستی نمیتونستی جواب فکتاشو بدی. این چرا؟ که یه برگشت گفتش آقای امید مافیا. شما دیگه امید سیتیزن نیستی. ببین آخه یه کارایی میکنه، اون کارهایی که معمولا شهرونده میکنه. یعنی مهران هم گفت این ریاکشن شهروندیشو داره نشون میده دیگه. داری نشونش میدی. دیگه دیباگ نداره فکت. اینا رو میکنه بعد اون فکت میاره انگار اون شهروندتره. حسش اینطوریه. نمیشه. یه سوال من یه فکتی رو چند وقت دارم تست میکنم. این برای من نمیخوای چیز کنی که ماهی بزنی. نه رو تو آزمایش نمیکنم. خب خیلی جالب بود برام. چند وقت داشتم تست کردم توی ترنت و تو یکی از همین کله‌هایی که داشتی با قدمپور میزدیم فکت دوباره آن شد و درست بود. خواستم نظرتون رو واقعا بدونم. حالا مخاطبم دوست داشت کامنت بذاره. ببین من چند وقت داشتم فکر می‌کردم مافیاست که داره یه فکت محکمی رو حالا چه از نظر خودش چه از نظر دک میاره، از شهروند دیسلایک میگیره، معمولا مافیاست به خاطر فشار نقش استوب میکنه و 3 بار اون فکتش رو تکرار میکنه و از اون آدم میگه درست نیست فکتم، یا از بقیه دقیقاً جمع میخواد. دقیقاً آروین داشت فکت داشت یه فکت درست میورد. قدمپور یه دیسلایک داد و 3 بار ازش پرسیدیم فکت من غلطه و برام جذاب بود. حالا به نظرم خواستم بدونم که به نظرتون میتونه همه گیر باشه یا 90% کار بکنه چون فکت روانشناسیه، یا اساسا نه؟ من بگم من رو یکی این فکت خیلی میشینه. 99.9% دقت کردم فکت تو رو اون میشینه، رو بعضیا نمیشینه. اون شخص رو من نمیگم، شما صحبت کنید حدسم بزنید اون نفر کیه. از اشکانم میخواهش کنم اون یه تیکه دیالوگ آروین با قدمپورم پخش بکنه برام. یه بارم به اتکر من کمک کردی، منو تارگت کردی. میگه نمیفهمم چی میگی. کسی هست نفهمیده باشه من چی میگم؟ خب مهران جان شما بگوید بعد ما حدس بزنیم تو چی اذیت میکنه؟
نه این به نظر این فکت همگیری هست که اساساً بشینه واسه آروین آخه من با رول شهروندی هم دیدم همچین دیالوگایی بگه، میگه آروین یعنی 4 بار بپرسه فکتم. آره میگه فکت مثلا میاره، من دیدم با رول شهروندی هم همچین فکتیو میگه تکرارش. خوبم درش میاری همچین بهش رای دو میدی. نه حالا دیگه مثلا نمیشد دیگه فکت 100% آروین باشه، چون با هر دو رول این کارو میکرد آروین. آروین بگه ببین حرفت که غلط نیست، حالا بین حرفت یه فکت دادی، آروین و آرمینش رو شک داشتی، تو قبلا رو جلالیش مشکل داشتی، یه بار تو خودت داری همینو کرد فکتم. واقعا مافیا بودی. ببین امین جان، من حرف درسته، چون معمولا مافیا احساس میکنه نکنه حرفش اشتباهه، به تایید نیاز داره، میدونی میخواد بقیه تاییدش کنن انرژی بگیره. حرفت اشتباه نیست، ولی من با درول این کارو میکنم. یعنی یه موقع‌هایی هست فکر میکنم شاید دارم لایه 2 و 3 فکت میارم، نکنه کسی متوجه حرفم نمیشه، دوباره میپرسم، میگم واضح حرفم مثلا، یا دنبال تاییدم که ادامهش رو برم. با نقش شهروندی هم میکنم این کارو. به نظرت میذارم ببینم تو کیو میگی. آره دارم به اون مراد رو کسی نرسیدی که 99% جوش میشینه این. من به نظرم احسان جعلیه داری میگی. اسنو نمیگی؟ این خاموشه. آره من 3 ساعت زور زدم به اون مخاطبا بیاریم. مدیونی اگر اشکان جان این یه تیکر رو در بیاره. غفار داره 1 ساعت با یه دوربین خاموش دیالوگ میکنه، مثلا هیچ صحبتی نداره. اثرات کمیکالی. این دوتا که نبود تو بالات راحت شد دیگه. 4 تا 5 تا دوربین این بره، تو یه دونه این وریه رو داری باش صحبت دیگه شهروند تو بازی پیدا میشه دیگه. حالا درسته ما هم حضورمون سنگینه، ولی خودتون باشین راحت باش دوربین. خواهد میگه چرا منو با 9 تا والا نرسید به ذهن شما کسی؟ بذار من یه دقیقه فکر کنم پلیر میتینگ 2 تاشو حذف کردن دیگه. آره دیگه 8 تا خب جلو. ببخشید میتینگ 30 تا پلیر داره، ما 14 تا 15 یکی هم قدم پوره که اصلا مافیا نمیشه. آره یه سری هست عرفان هم جدیدن مافیا نمیشه. امیر قدیریان رو نمیگی؟ آفرین قدیریان همیشه واسه میکنه فکت رو تکرار میکنه، میگه من اینا رو گفتم همه شنیدید، درست دارم میگم. 3 ساعت تاییدیه میگیره، هم که میگن یس تازه به یارو میتونه حمله کنه. کاش جلو دور حالا برنامه پخش هیچ پلیر میتینگ جرأت نداره گور بگیرش میکنه. من سوالم درسته، همون رو رفته. بذار اینو نگم، من یک تا گفته مافیا. بذار مهران کی تو بازی خیلی اذیتتون کرد؟ دیگه اسلام و عرفان رستمی یهی برمیگردن. یه جا ترنم شد صحبت کردم، یهی دیدم وسط ترنم اسلام و عرفان رستمی دارم با هم دیگه شور میکنن. اسلام و عرفان گفت مشکوکه، عرفان هم گفت آره. گفتم اوه هیئت منصفه این بر تشکیل شد دست من. بعد دیگه جفتشون دیگه منو شهروند نکردم، میگفتم مهران هم مافیاست. میفهمم یه آنتی فکت واسط آوردم توی تارگت. این میدونی تارگت بکی بود که من زدی، گفت یو پیدا نکرد چیز بگه تو میتینگ آخره فصل قبل. گفت غفار تا حالا دیده بودید وایسه؟ چند غفار وایساده مافیاست. بعدم گفتم مهران صفایی تا حالا دیدید بخنده تو نقش شهروندی همیشه عبوسه، الان داره میخنده واقعا یه شرکت الان بودم آره اون تارگت گفت. آره اینو باز خود آوردم با فکتای شناختی زیاد داره اذیت میکنن دیگه. این همین یک تا علی مولا اذیت میکنن. سوالی چیزی داری بپرس، من سوال زیاد من یه سوال می‌خواستم از آروین بکنم، بعد دک میتینگشون اینا رو بچینن که حالا شما داری. بله من اساسا شما اگر پلیر سطح 1 کلا مافیا نبودی و پلیر میتینگ نبودی این سوالا ازت نمیپرسیدم، چون اون در غیر اون صورت شکل تخریب میگیره. الان که شما جایگاه قابل قبولیه و اعتماد به نفس رو داری، این سوالو فقط جهت روشن شدن مخاطب، چون خیلی کامنت خونده بودم و اساسا این که میخوام بدونم چرا یه پلیر توی این سطح میتونه انقدر فراز و فرودش زیاد باشه و چند وقته به نظر مخاطب و حتی خود من گردن مخاطب نمیندازم آروین سر حال آماده نیست یا آروین همیشگی نیست. اساسا حتی میگن پلیر فکت محور تقریبا داره به سمت فکت های اکت محور میره و از دوران اوجش کمی فاصله گرفته. قطعا که من میدونم برخواهیش مثل همه پلیرهایی که خوب روز خوب و بد دارن، حالا چه بازیکن فوتبال هنر پیشه، فیلم بد بازی میکنه، بازی بد بازی میکنه، به هر حال مسی رونالدو بقیه سر در مجموع چرا خوب نیستی؟ چرا؟ حالا من خواستم خیلی به احترام چرا خراب میکنی؟ نه حالمون رو داری بد نه میخوام بدونم چرا. شاید
اساسا چی میتونه یه پلیر رو یهو ممتد تو چند تا بازی واقعا کاراکتر آدمو مهمه. داشتم فکر کنم مهران سفری جای همین یک تا بود این سوالو چجوری می‌پرسه. آبی چی می‌زنی جای میزی این همه واقعا مقدمه چیزی اینو بپرسی. ببین خودت حرفشو زدی دیگه. اولا که من بخوام با جزئیات توضیح بدم هممون درگیری بیرون بازی داریم دیگه ذهنی. من اخیراً یه ذره برام بیشتر قبل بوده. ذهنمو مشغول کرده رو به کلوز حرف بزنم. تو این برنامه چیز میگن دوربین من کدومه؟ کدوم دوربینه؟ بله اسم دوربین اومد. نه اینو می‌خواستم بپرس کدوم دوربین. دوست داشتم همیشه این قضیه کدوم دوربینه. کدوم دوربینه. ببین اینو بگم حالا من مخاطبم امین یکتاست و بقیه مخاطبا. من اگه به خوبی قبل نیستم یا به نظر مخاطب آماده نیستم یه دوره گذراست دیگه. درگیریام هم خلاصه کمتر شده حلش کردم. تو بازی بعدی ان شاءالله ورژن بهتر. خیلی رو مخ خودم هستش. من با نقد مشکل ندارم ولی واقعا یه سری از آدما بگم بیرحمن. یعنی اساسا کامنتایی که میذارن دیگه این دنیا و هستی اصلا چی و چند که به خاطر یه بازی مافیا اینقدر نامهربون باشیم. درسته. از ریشه میزنن یه نفر. با آروین مثلا با مهران میتونن باشن. با آدمیزاد توی بازی اشتباه میکنه. فدا سرم که حالا شهران رفت ما گیم دیگه. ببین من یه بار همینو گفتم. نقد بکنید، تخریب نکنید. من یه بار همینو گفتن خیلی جواب قشنگی بود. من دیگه انتقادی نکردم. شاید یه موقعی بود که من خودم خیلی ناراحت بودم که چرا انقدر هیت میکنن. گفتن ما با شما زندگی میکنیم. خودمون رو میذاریم تو اون موقعیت بازی تایممون رو خالی میکنیم. دوست داریم اون لذت رو ببریم. اگه این کامنت رو میذاری به عنوان این بذار که ما یه طرفدار خوب شماییم. ما مخاطب همیشه همراه شماییم. مثلا باید این کامنت ما دیگه شما برادرت هم اشتباه میکنه که آره ولی مثلا این حس ما رو هم حس خودتون بدونید از خودتون باشه. یه چیزی بگم واقعا رابطه طرفدار و کسی که مخاطب و کسی که طرفدارشه رابطه مثل برادر تو خانواده‌ات که این شعار هم یک تا اونا هم دارن یه بازی توقع دارن بازی خوبی ببینن. من بهشون نمیگم توقع ندارم بدیرا نگن نکنن. من اصلا یه جای دیگه مرزهای انسانیت رو یه کامنت حرف درسته. من حتی بدترینش هم جدی میذارم رو ششم شعار نمیدم واقعا میگم. ولی فقط اینو میگم به مخاطب که شما بیرون قابم فکر کنین. ما قابمون اون بازی 2 ساعته است. صبح خواب پا میشیم یه سر کاری میریم مشکل مالی میخوریم مشکل آره اصلا یعنی زندگی ما الان جوابمون میدم خب نشینید تو بازی اگر انقدر گرفت. خب حالا دیگه تاثیر میذاره روی عملکرد. چیزی میگم یعنی میگم دخیل کنن احساسات و عواطف انسانی هم دخیل کنن دیگه. آخه این چیزی هم که میگی نشین تو بازی دیگه لیستو بهمون میگم مثلا میگن 10 تا امروز بازی دارن. این اتفاقای آروین میگه شاید 2 ساعت قبل بازی 1 ساعت قبل بازی یه تماسی گرفته میشه یه اتفاق نتونیم دیگه بگیم فدراسیون فوتبال ایران میمونه. من تعریفم کنم منظورت اینه 2 ساعت قبل بازی رو آروین و مهران جزء سر تایم ترین پلیرای میتینگن. انصافا همیشه به موقع اومدن و حضور داشتن. آره خونه‌ش این بغل قیطری است. هر بار اومدن اینجا داشتید داد و بیداد می‌کردیم در مهران. این چیزی که گفت نه مهران میگه که مثلا لیستو دیروز زدن ما اوکی دادیم. مونده مثلا 4 ساعت به بازی 5 ساعت به بازی یه اتفاقی افتاده یه زنگی شده یه جایی یه تصادفی. یکی از بازی یادم آرمین جری بالای استودیو تصادف کرده بود بیچاره. اومد بازی هم خراب کرد. کلا ذهنش مونده بود تو اون تصادفی که کرده بود و اینا. در صورت چون کمتر از شما جلو دوربین بازی میکنم رسالت خودم میرسونم از طرف این بچه‌ها. حالا من 10 تا بازی یه بازی هم بکنم کامنتی بخورم صادقانه برام خیلی اهمیتی نداره. با اینکه احترام داره برام مخاطب کامنت‌هایی که حرفای ناجور میزنن برام اهمیتی نداره. خواستم از طرف بچه‌ها بگم که یه خورده واقعا مهربون. من چند تا سوال دارم. پلیر مورد علاقتون توی میتینگ کیه؟ نه صرفا بهترین بازیکن میتینگ‌ها. پلیر مورد علاقتون غیر از من بچه‌ها. آره غیر از من. دوست دارید همیشه توی میتینگ‌ها که هستید اونم باشه. یه اسم بگید. من بگم من واقعا روزایی که قدم پور هستش اسمشو تو لیست میارم اون روزو با انرژی میام سر ضبط. یه ویدیو هم هست ازش واقعا اینو بالای 10 بار ریدم. اون بازی که دکتر بودم استان فکر کنم سیت 2 نشسته بود. برگشت شد گفت بچه‌ها میشه این اولین بازی باشه که شهروند منو تارگت نزنه. به نظر من قدم پور تو مافیاست. قدم پور سیت 9 بود. بعد برگشت بهش گفتش اسو جان
منم شهروندم، شما یه تارگت فیلینگی به ما زدی، ما هم واسه حفظ موضوع باید به شما تارگت بزنیم، ولی چون گفتی شهروند به من تارگت بزنه من نمیخوام این کارو کنم. شما فردا یه کار کن، بلند شو یه دو بیت شعر بخون، یه حرکتی بزن، فضای بازی رو عوض کن. این خارج از این رو من انقدر خندیدم به اون ترن قدم. برو واقعا سطح طنزش بی‌نظیره. 4-5 ساعت تو راه باشی، 4-5 ساعت هم برگشت ششه باشی، اینقدر پر انرژی. آروین جان شما؟ من احسانه برام. احسان جلالی. احسان تو بازی من چون هم یه ذره شناختی جدیدن برام بازیش در میاد، هم اگه شهروند باشه مسیرش قابل فالو کردنه، یعنی متوجه میشم که ختم به مافیا میشه مسیرش. منظورم اینه بازی بهم، نه که بگم مثلا میخندم. خب مهران تو دکی خیلی بیشتر به فان با بازی برام بیشتر، بازی لذتش واسه ما تو بیشتر، بازی لذت فنیه بازی خود این گیم. چیزی که تو گفتی بیشتر واسه این که مسیر بازی در بیاد، این که علاقه این بازی با جلالی داری همین دیگه، علاقه دارم بازی مسیرش برام واضحه. اگه بخوای یه نفر توی میتینگ نباشه کی دوست داری تو لیست امروز نباشه؟ دیگه به هر دلیلی اسم بگید بچه‌ای که هستن. تا بچه‌ها فکر میکنم من نظرم راجع به قبلی بگم، صادقانه هم بهت میگم. من واقعا تو توی لیست یا کاور بازی میتینگ باشی هیجان دیدنش برام چند برابر میشه. چکرتیم نمیدونم. امینو قشنگ تو تامنیل بندازید بزرگ. نه میدونی که من خیلی با تو سر صلح ندارم، ولی این نظر واقعی بود. الان یکی یوتیوبو باز کنه معلومه ما مهمونیم. بابا منو غفار همه سر جنگ داریم. من یه خبر خوب بدم. تو اولین میتینگ، دومین میتینگ که بعد این بازی قرار بدیم منم یک تصمیم میگه تمام شده رفت دیگه. آره این نویدم داد دیگه، میخوام ببینم دیگه. پس 95 شو من اسپویل کنم کیا میشینن؟ نه بابا من این اسپویل نگفتم که تو یه حرف زدی، من گفتم چون تو این حرفو زدی میریم تو میتینگ. نه بچه‌ها فعلا منو خراب کردی. تصمیم یکی از ای بابا مخاطب ببینیم کی با شما صادقه. این تصمیمیه که یک ماه گرفتیم ما میتینگ دهمو بشینیم بازی کنیم با غفار. 95 هم 2 تا آدم جذاب دیگه بیان اون بازی رو. غفار اینو زد رو حساب. ببین من با شما صادقم یا غفار؟ چون از پشتم اشاره کردن اینو حتما بگو در نیاری. این کارایی که امین یکتا میکنه صادق نیست. جعفری، موسی چیزی داداش. حالا ولی جزئیاتشو نگو. میتینگ دهمو دیگه کارگردانی قراره بشه و سایدتون ببره و ایناشو نگو. ای بابا اینا رو تو دیگه مخاطب میرقصه. حالا اینم گفت هیچی. آره دیدی که منو غفار تو تارگت هم پخش شد، معلومه چقدر هم واقعا کارگردان شده بود. تکی کردش بیرون. همین جون لطف داری حقیقتا انقدر فشار ضبط بالا، حواشی داره و اینا می‌خوایم کنترل کنیم کیفیت بره بالا. من میشینم تو بازی حس میکنم بازی همه رو خراب میکنم. حالا حتی اگه مافیا تارگت کنم انرژی که میدم به بازی انرژی منفیه. اینم راجع به علیرضا مولایی بعضی وقتایی که روی فرم نیست هستش. سوال جوابش ندادن دیگه. آره کی جواب نداده؟ کی میخوایم تو لیست میتینگ اذیت از اون سوال دیگه. عجبا امین یکتا داره. نمیگیم از کی بدتون میاد، میگین این آزارتون. میگیم تو لیست 10 نفره میتینگ نباشه. مثلا شو بهتون میگم احسان گفت امیر قدیریان چون نمیدونم با رول مافیایی چه جوری کنسش بدم، دوست ندارم بشینه با. شما بگید. شما بگو. آقا اسم میاد تو ذهنتون بگید. علی مولا. آره نه این که مثلا باش حال نکنم، حالا اون یه تیکش اونم بی تاثیر نیست، ولی 100% اشتباه هم رو مولا خیلی بالاست. مثلا یه موقعی بوده شهروند بوده بعد اذیتش کردم تارگتش زدم. بله به نظر من جوابشو تکمیل کنم. این چون اشتباهش خودش رو مولا، یکی دیگه هم هست که رومون اشتباه نمی‌کنه. عرفان رستمی به نظرم نباید بتوش. آروین جان شما؟ من سینا ترجیح میدم. بهنیا؟ آره. شهروند با شهروند خیلی بهم رنگ میده. گزینه 2 من. ببین یعنی جفت شهروندیم خیلی بهم رنگ این یکم حاشیه داره. می‌خواستم بگم اگه خودتونم تو لیست نباشه یکی رو کلا میتینگ حذف کنید یکم حاشیه. نه من واقعا سینا رم که میگم نباشه برای اینه که دو نده برم بیرون با نقش شهروندی خودش رو وصیت کنم، نه که دوست نداشته باشم. میخوای کلا افشین ظاهر رو بگو. افشین خانو بگو. سال دوم افشین خانو بگو دیگه نیست. آقا جالبم بودش. بعد عرضم به خدمتتون که یه لیست میتینگ 10 نفره بچینید، خودتونم توش نباشید. اول هر کدومتون آماده اید بریم. قبلی خودشون توش بودن. توش بودن.
جدید دیگه ابتکاره. بله خوش میگفتن 9 تا بچینید که آره. دوست دارین. شما اگه قرار باشه لیست میتینگو بچینی خودتونه انگار آخرین میتینگ. شما تو لیستین، میگن 9 تا رو شما دعوت کنید. شما یه دک میتینگ بچینید. بگیم الان بله میخوای نوبتی کی میگه اول؟ کی آماده است؟ تو آماده داری تو؟ بگو منم دارم، تو بگو. من حقیقتا بازی فراز و فرید حسینی رو دوست دارم، ولی فرید حسینی چون زیاد من یه سی بگم از پشت شگم لزوما مهم نیست پلیر میتینگ باشه، این جزء پلیر سالوت اصلا میشه یه پلیری که 5 سال جلوی دوربینم نیست، ولی شما میخواین تو میتینگ اون باشه. بفرمایید. من فرید و فرید حسینی و فراز و بازیاشون رو کلا دوست دارم. حالا فرید چند وقتی از سالو به خاطر مسائل کاریش و اینا زیاد مافیا بازی نمیکنه، ولی زمانی که واقعا رو اوج بود بازیاشو دوست داشتم، خیلی هم خفن بازی میکرد. فرید و فراز رو میذارم دوتا. حالا تو میتینگ هم نباشن چه اشکال داره دیگه. قدمپور رو میارم. 3 آروین هم بگم اینجاست. نه گفتیم اصلا اینم نه به من و امینم تو لیستتون نباید باشیم. آه، نه. حالا اینجاییم بگید شما خب هستی دیگه عرفان رستمی 4 تا شد. بابا، افشین یزید زاهر تو رو 5 موندی. افشین زاهر خب. احسان جعلی رو گفتم. آره. نگفتم. نگفتی. احسان شیش. 6 افشینو برای قسمت بعدی گفتی. با خودت 7 تا 3 تا دیگه بیشتر نمیتونی بگی. 6 تا مصطفی جهانگیری. بله 7 تا دیگه. بذار فکر کنم ببینم کی. بذار یکی از رفیقای خودم بگم، امین خوری. 8 تا. آخریش آخریشم بذار فکر کنم 3 اینه کی هست؟ تو رو نباید بگه. وایسا لحظه. جایش مردی این جایزه همه 1 ایس. میلیارد تومانی یه دونه بگو الان 9 تا میشه امیر دیگه. حسین است. بله من همینو می‌خواستم. آی مولا فقط داری لیست میتینگ میچینی از این هفته حواستون باشه که تو لیست آقای سفری نبودید. بفرمایید شما. من اول یه یادی ازش میکنم، علی صادقی عزیز. میبینی باز این برنامه اینطوری عمق داره و جدی تره و مایه داره برای اینه که ایشون حضور نداره تو برنامه. خیلی از حالت فکایی و طنزش خارج شده، قشنگ جدی شده برنامه. علی صادقی رو میذارم دیگه. اینکه من الان مولا پشت دوربینه، محمد هم اینجاست، خودت هم اینجایی، مهران هم اینجاست. از حضورتون استفاده میکنم، هیچ کدومتون رو نمیذارم، میدونم ناراحت نمیشین، که بتونم اون 10 تا رو آره هر کی دوست دارم و 12 نفرش کردم در واقع. علی صادقی و افشین، امیر قدیریان، احسان جلالی دیگه، بهت بگم محمد رضا قدمپور، خودم هم تو دکم شد. با خودم 4 تا باید بگی کلا. الان باید 4 تا دیگه بگم. محمد رضا قدمپور، امید سیتیزن، خیلی دیگه دارم فکر میکنم شما نباشین سخت شد. سینای بهنیان دیگه، 2 تا. فراز آقاجانی. من مرتضی رو هم حتما دوست دارم باشه. 9 تا تمام شد. مرتضی را 10 تای دیگه تموم شد. بله اینم تکمیل شد و اینا. دوستای آروین هم بشناسن. استو یادت باشه. یادم رفت. استو نبود تو لیست آروین. جا ندارم، خودم نمیشینم. اسنا رو بگی، رادان رو بده. یه موندی لاپا. اسنو رو مهران تو لیستت بود؟ گفتم بله، استفاده گفت بچه‌ها میکنم. اینجا. این دیگه نباید چیز میکرد. مهران نباید چرا؟ قاطی ما میکرد. چرا؟ احسان جلی خیلی پررو نشست گفت استو من نذارم تو لیستم. آره باشه باید دیگه. حالا من استفاده کردم. الان مهران اگه میومد تو لیست دیگه کم میکرد. زرنگی من دیگه. آره. باید میگفت. ماندگارترین بازی میتینگتون تو ذهنتون. میتینگ تارگت و اینا نمیدونم، تارگت بازی خوب زیاد بشه. ببین من واقعا هم موقعی که میتینگا اسم دارن داره یادم میمونه تو کدوم چی شده. یه سریالی روشه مثلا وایکی تگ داره. هر چی فکر میکنم مثلا با وقایع تو بازی یادم قسمت چندم بود اینا. نه بگو کدوم بازی بود، نقشت چی بود، چه اتفاقی افتاد؟ ماندگارترین تو هم فکر کن.
تو اونو فکر میکنن باحال. کلا یه بازی خوب دارم. همونو نیاز به فکر کردن. مهران سفری که یه بار گفت همون بازی بود که علی حسین فروخ بازیو برد بهترین نه بازی. بابا من بهترین بازی به نظرم همون قسمت اول میتینگ فصل 3 ایم الان. احسان جلی گردن گرفت. آره دکتر بودم، شب یکم سیو دادم. سیتیزن و احسان جلی و علی مولا ستایی با هم دیگه مافیا بودن. داشتم مسیرم درست بود. بازی هم بردین. آروین چقدر فکر کرد الان میگه که میگه آروین معلومه بازی ماندگار خوب درخشان نداشته که چیزی یادش اینقدر فکر نه از اون ورش ببین اینقدر زیادن دارم فکر میکنم. مهران تو یه تیم مافیایی 3 نفره رو بگو با خودت که دوست داری اون تیم باشید و به نظر همیشه وینه راحت هم بازی برید جلو. یه تیم 2 تا یار بار خود انتخاب کن. عرفان رستمی و بین اسم افشین ظاهر. تو اسنو رو باز برمی‌داری. افشین ظاهر. عرفان و افشین ظاهر خوبم به نظر. آروین تیم 3 نفره بگی. بازی موندگارمونی بود که روز یک چینو گفتم امیر قدیریان و دنیا حنفی و یادم نیکی مافیا بود. شب یک دکتر بودم خودم سیو نکردم شاد شدم. اونو دوست داشتم. مال دوران اوجمه امین صادقی بود. صادقی دیگه اون موقع که چین میگفتم دیگه نخورده بودم به مشکلات جدید. ببین تیم موندگار افشین که مافیا خوبیه دیگه. من مولارم و آخه محمد غفارم خیلی مافیای خوبیه. یعنی واقعا یه 2-3 روز میشینه تا میدونم برات تو شوه. اونم راجع به اتفاقا اونم راجع به تو همین میگه. اتفاقا بیشترین کنسه‌ای که من تو رول مافیا دادم مهران دادم. یعنی یه جوری واسم جنگیده که من بازم دوربین نمی‌کنم. یه جوری واسم جنگیده بازی کرده که خودم نمیتونستم بازی کنم. یه بار سیت 1 نشسته من 2 گادفادر بودم بارم شمشیر زد بازیو بردم. یه بار روز 1 منو استو زرگری می‌زدیم روز 1 اومد پوش شد تو ساید ما یه وصیت شهروندی گذاشت تو ساید من. بازی تو رو حتما مافیا داشتم فیلینگی هم گرفته بودم. یه چالش دادی به عرفان رستمی گفتی چالش هدفدار واسه عرفان رستمی. این روز 3 بود. اون روز 3 بود تو روز 1 بازاشم تارگتت می‌زدم همون روز. ببین عرفان و افشین اینا که خیلی جفتشون مافیاییشون عالیه. محمد هم همینطور. من تیم فیوریتم ولی مولا و اسنوه. من یه سوال بکنم. بازی میشه. شوترین چین مافیایی شوترین چین. یه 3 تا بگید. خیلی شوان. شما با هم بازی. تیم مافیا 3 نفره بشین رو باشه راحت میبری بازی شهروند باشید. احسان جلی خوب میفهممش. امید سیتیزن علی مولا آمبول شد دیگه تو که برای علی مولا رو کاش از یه دوربین پشت‌سر ولی عیب شد. آخه میدونی میگی شهروندی بعد میفهمی اینا. من اون بازی سیتیزن و جلالی و مافیا داشتم دیدم تو یه گوشه افتادی گفتم مولا هم مشکوک. همین الان گفت غفار شد. غفار تو تیم شوش نبوده حواست هست. دیگه اینم فهمیده افشین خان همه کار هست. دیگه مولا رو هر چی میخواد به مولا میگه. اینم هستش. آروین تو یه تیم 3 نفره شو واسه خود بچینی. ببین شو نیست. صادقی که واسه تو هست. مطمئن دیگه برام یه طوریه که تعارفو بذار کنار. سلام علیک میکنه میفهمم چی. صادقی مطمئنم جلالی هم صادقی و جلالی آره شو نیستن من میفهمم. سومی هم صادقی و جلالی و اسم. صادقی جلالی اسم. باحال شد. سوالای دیگه که چالشی داشته باشه. من یه یادی هم از امیر حسین سپرزاد بکنم. من یه فضولی بکنم یعنی فضولی نیست. نظر میدم. اونم جزو رسالت شخصیمه چون من یه خورده شماها رو توی لانگ شات تر میبینم. به منم خیلی ارتباطی نداره یعنی اصلا نداره لیست میتینگ. من خیلی دلم میخواد که سپرزاد جزو کسایی بود که یه خورده نامهربانی باهاش شده. حالا تو بخش مخاطب خودش هم بی تقصیر نیست. خیلی دلم میخواد که دوباره سپرزادو توی قاب میتینگ ببینم. اینم نظر من بود. من یه چیز بهت بگم امین. واقعا بازی مافیا یعنی میخوای تو بالاترین کیفیت رو ارائه بدی باید توی زندگی شخصی آمادگی ذهنی بالایی داشته باشی. امیر حسین چند وقت اصلا تمرکز نداره. اصلا میاد اون وایبشو به نظرم وایب منفیش با خودش هست. روی بازیش هم تاثیر میذاره. اعتماد به نفسش اومده پایین. این یه انقلاب درونی خودشه. با محمد رضا قدمپور به نظرم بهترین مثال. قدمپور یه مدت فاجعه بود. یعنی به تنهایی کافی بود محمد رضا قدمپوری که همون روز خواستم می‌خوردیم باعث باخت یه میتینگ بشه و واقعا هم میشد. الان چند تا بازی خوبش جمع جور کرده فوق العاده است. چرا من خبر دادم تو زندگی شخصی شرایطی که داره اونا رو همه رو جمع جور کرده تونسته پسش بر بیاد. همین وایب خوب زندگی خوبش اومده توی بازی. یعنی سر حال آرزوی من جمله آخر میگم.
آرزوی حال خوب دارم براش و آرزوی برگشت به دوران اوج و توی قاب میتینگ. میدونم که شما هم من یکی از بهترین رفیقام، خیلی هم باهاش حالا سفر رفتم و مخاطبم باهاش مهربون‌تر برخورد میکنه تا خودش رو پیدا بکنه، چون یکی از پلیرهای درجه یک و با سابقه مافیا است. آقا بدترین اتفاقی که تو بازی مافیا میتونه واسهتون اتفاق بیفته چیه؟ دوربینا هستش. بدترین اتفاق سناریویی که تو ذهنتون هستش چیه؟ و در برعکس اونم بگید فانتزی مافیایی که دوست دارید جلوی دوربین واسهتون اتفاق بیفته رو بگید. بدترین رو اول بگید، دارک ترین اتفاقی که توی بازی ضبطی میتونه واسهتون بیفته. شات 7 نشینه. شات 7 واسه برد. من که به نظرم اون شات پیروزی یا نشینه هم میگم من فدای سرم. تا نه من اینطوری نیست. انگار قبل خط پایان نفس افتادی تا نبری بغل نکنی یارو. آره اون وینه مزهش اون موقعی که ببری بازی. مهران تو چی؟ من بدترین چیز جدیدن واسم خیلی اتفاق میفته راجع به خودمه. موقعی که مافیا میشم معارفه افتضاح استرس دارم که حتی یه بازی هم نشسته بودم سیتیزن نفر بعدم بود برگشتش گفت معارفه صدات میلرزید. گفتم آره واقعا کارت مافیا کشیده بودم، چند تا بازی بود پشت هم استرس میگرفتم. بعد حالا یعنی خیلی اتفاق دارکیه که واسه چون آخه بچه‌ها یه سری ها مثلا رو شوخی‌ها و حرفایی که معارفه میزنم مثلا شهروندی مافیاییمو میفهمم، اون استرس میاد. اصلا همون بازی که افشین ظاهر گفت خدا شاهد من یار اینو نیست اون که پخش شد سانسور شد، همون بازی که افشین ظاهر پخشش کردیم تو 95 ترش اومد یا گفتم تکاوری، یعنی اون تر رو نمیگم من نکس میدادم، اصلا نمیتونستم حرفمو شروع کنم انقدر استرس داشتم. این واسه من بده، اذیتم میکنه. استرس داشتم بدترین اتفاق مثلا حداقل گفتی روز یک برم یه نایس شات شم. آخه استرس نداشته باشم خوب بازی میکنم، ولی اون اتفاقا واسم میفته کل روند بازی انگار خراب میشه. همون بازی که استوموندش بازی رو برد تا آخر، اون بازی هم همون بازی اتفاقا سیتیزن گفت استرس داری، اون بازی هم انقدر بد بودم فقط داشتم توی آرام دنبال مافیا میگشتم. امین جان شما به نظرت بدترین اتفاقی که برای یه پلیر مافیا تو بازی میتونه بیفته چیه؟ شما بگو تا بچه‌ها فکر کنن اون اتفاق فانتزی رو برای مافیا میتونه بیفته. برای یه پلیر مافیا توی بازی بدترین اتفاق، حتی با رول شهروندی، نه اینکه رولت مافیا باشه. بدترین اتفاقی که من میدونی به نظرم چیه؟ مافیا به نظرم تو رول مافیا اینه که رئیس روز یک بره. اصلا رئیس روز یک بره به تو چه؟ اون رفته دیگه. نه میگی چی حالت بعد آقا خیلی دارکه. مثلا من میدونید چیه؟ همین بازی تارگتی که پخش شدش من فقط دعا میکردم که اسنو مافیا باشه، چون داشت زیاد هم کاور میشد، میگفتم نکنه اسنو شهروند باشه. مثلا ما دعا میکردیم تو مافیا باشی. حالا اینا میفهمی چی؟ آبرو و شرفم میرفت. من 2 روز بازی رو بخوابونم بگم آقا با اعتماد به نفس اینا مافیا. آبرو شرف ما رفت راضی شدی دیگه. حالا تو میتونی بگی آره اتفاق بدی بود، تو میتونی حالا شما هم باز شاد خودی بود، یعنی یه توجیهی داری. مثلا من اگه اسنو شهروند بود من حالم بد میشد. من اصلا فکر کنم یه ماه بازی نمی‌کردم. بازی کاور چیه؟ بازی فنلی تو کافم تارگتت که گردنش گرفتی شهروند باشه اینه. تو دوربینم انقدر گنده حرف بزنی شما نمیفهمید و من میفهمم و برید بازیتون رو یاد ریسکی هم هست دیگه. 3-4 نفر دو تارگت رو کاور میکنن. استون هم همه شهروند میکنن. تو فینال چیزام همینطوری شدی. من بازیه که خودم نیستم و میبینم. فینال لیگ برتره. هر کی میگفتی مافیاست. اون استونش به من تارگت میزد. خب اونو دیگه از سمت استو تارگت آره ولی خب خیلی کاور میشد. آره اون بازی هم آفرین، اون بازی هم اذیت میشه. بدترین چیز سناریو مذاکره به یارت رای 2 بدی، شب سایپر هم بزنه از شهروندی یار، از شهروندی طرف یارو مثلا. حالا فانتزی که توی میتینگا دوست دارید رخ بده چیه توی یک بازی ضبطی؟ چون مهران فانتزی زیاد داره البته فکر کنم. من کاری که اسنو کرد و دوست دارم یه بار امتحان کنم، تکی ببرم. یک بمونم با 5-6 تا شهروند ولی وحشی. آره اینو دوست دارم، این جزء چیزایی که دوست دارم امتحان. توی بازی بعد اتفاق جذاب به نظر. آره برام جذاب. 1 به 5-6 تازه اسنوی هم که کاور میکرد. آره ایران جواب بده از پشت دوربین میگم بیننده رو کچل بازی. دوست داشتم یه بازی مافیا خفن بکنم. اون بازی که رفتیم علیرضا جعفرزاده رو پیک کردیم، اون کیارمون کی بود؟ سینا بهنیا بودش. اون بازی یعنی بستم یه بازی مافیای خفن بکنم، حتی تو دفاعی هم اومدم، یعنی یه کاراگاه و یه کسی که گردنش گرفته بودم رای 2 دادم، بعد یا جعفرزاده رای 4 رو انداخت. واقعا یه آب سردی بود روم. یعنی اون بازی یعنی پتانسیل اینو داشتم بمونم یه بازی مافیای خفن بکنم،
ولی با رأی یار رفتم از بازی بیرون. تا حالا شده بازی مافیایی باشه که بگید دیگه من دیگه مافیا بازی نمی‌کنم، خیلی اعصابتون خورد شده باشه و این اصلا بدتون اومده باشه؟ من شده. اگه تو لژندری باشه بگید بهتره، حالا نه که باز جدا هم تعریف کنید. من اتفاقا چون اخیره یادمه یه بازی هانیبال بود، تورنمنت هانیبال هنوز پخش نشده. خب باز ولش کن. آره حالا بعد میبینم. همایون راست میگی پخش نشده آخه؟ نه نشد. ولش بگذار. شما چی؟ من نشده بگم مافیا بازی نمی‌کنم، ولی معمولا تو بازی‌ها تماما میشه تا چقدر شهروندا تو در و دیوار باشن ریاکشن‌های غیر عادی نشون ندادم، فقط یه بار زدم ماسکو شکوندم. اینم بگو برام خداییش من تا الان نپرسیدم. فصل 10 که من فروختمت بازی دوم، توی فصل 10 که خیلی انرژی داشتن، چه حسی بهت دست داد اون لحظه رفتی بیرون؟ خداییش راست بگو ببین داستان چی بوده. من خودم که چند شب خوابم نمیبرد تا اینکه نیمه نهایی دیدمت. من حقیقتا اون بازی رای 2 دادی تو 8 رفتم از بازی بیرون، فکر میکردم حذف میشم، ولی بعدش فهمیدم استعلام مثبتم از روز 1 تو بازی و دو روز ما هم بردیم دیگه. آره 2 روز موندم تو بازی، بعد تو 8 دیگه با رای یار رفتم، بعد فهمیدم استعلام یسم تو بازی بود دیگه. 2 روز پارو زدم مونده بودم دیگه. حالت بد نشده بود اصلا؟ حس و حال جای خیالت هم نبود؟ آخه اومدم بیرون پرسیدم از داورا که کیا صعود بکنن، همونجا درجا بهم گفتن 3 تا مافیا میرم. اون لحظه‌ای که اجماع شدی بس اصلا اونو اصلا یادت نمیاد. مهران اون موقع یه چیزی مصرف می‌کرد اینجوری پاشو میکوبید رو زمین، به خدا یه کارتونه بود آهنگ داشتین مگر سه مهران سفری مهران سفری قیافه اون غلط اندازه هر کی. آقا صحبت پایانی نهایی هر چیزی که هست بگید و می‌خوایم بازی کنیم. بازی کنیم. بعد یه بازی 4 نفره هم آقای مولایی پس بریم یه اینترو ببینیم. شات نداره. یه تک مافیاست. ولی که نداریم، اینترویی هم که نداریم، یه نایت لوگو موشن دستم بود آره خودت یه چیزی یه لوگو موشنی میاد برمیگردیم با یه بازی 4 نفره. اگه تو اینم مافیاشم که واقعا از خنده میپاچم. ولی بی‌دلیل عکس سینا بنیا رو نشون بده بعد برمیگردیم برش. چالش 3 روز من دارم تا اون احسان جعلی تارگت می‌کنم، اینطوری کرد. دمت گرم همه مافیا رو کنسه دادید، دست درد نکنه. دم شما گرم. اومد مثلا مافیا خارج چه در بیرون چی می‌خواد احسان زد، مافیا کارتش رو رنگ نداد. روز اما همیشگی غفار سر صحبت، مهران انتهای صحبت. یک تا چی میزنی اینقدر مافیا میشی؟ من کی مافیا شده؟ الان من ترن من صحبت کنیم. همین که ترن من داری صحبت کنی این که مافیایی. اصلا شهروند بودی به هیچ جد نبود. یک تا به نظرم مافیاست. یک تا رو بکنیم بیرون بین خودمون تصمیم میگیریم دیگه. برو چجوری من مافیام؟ اصلا آدز نداره اونجا مافیا نباشه. از شهروندی تو این اومد به اون تا چجوری دیسلایک؟ چی میگی؟ این آقا شو مافیای هفته پیش بود که من باز بهش دست دادم. اشتباهی. اصلا غفار سر صحبت میگیره مافیاست. نه نمیدونم. من شهروندم بایی. بچرخه. من هفته پیش آقا درست دست ندادم. میخوام این دفعه درست دست بدم. نیکس. رندوم نقش دادیم. عجب دلیل آشفته میاری سر صحبت میگیره مافیاست چیه؟ همین یک تا. نمیدونم چرا به ما میگی مافیا، حالا غفار بهت میگه مافیا دیگه. تو فعلا به ما فکر نکن، ببینیم بین تو و غفار کی مافیاست. چرا کنس غفار رو خوردی واسه برداشت؟ اصلا چشاشو باز کرد کنساشو خوردی. من به نظرم بین این رفیقا مافیاست همین یک تا. بیا من و تو بچسبیم به هم. همین غفار و مهران سفری. بابا میخواستم بگم بد به دلت رو بده، منم شرمندم. این جمله آخر که گفتی یکم چرا حالا چشامونو بسته بودیم برگشتی گفتی بیدار شیم. خب گرداننده اعلام میکنه بیدار شدنی بیدار میشی دیگه. این چه حرفی بود زدی؟ من غفار به نظرم شرمنده. بعد کی گفته تو کیاس درست دست بدید؟ چرا تو 4 تا نکنیم بیرون؟ الان رأیگیری داره چجوریه؟ من یه دور دیگه صحبت کنم. مهران جان ما گفتیم همین یک تا آروین رو بین رفیقاستی همینجا بعد بده داره. پس من رأی یک میدم فقط با آروین محمدی. نکس باشه. به نظرم مهران سفری مافیاست. اصلا هیچ فکت هم برای من نمی‌آوردی. میگفتی به نظرم یک تا مافیاست. خب من نقشو زدم فقط یه غفار مونده بود. گفتم طول کشید رفت. فورت چیه؟ مافیایی. مافیاست بابا. ما به نظرم مهران مافیاست. نمیدونم به من ربطی نداره. من فکتم راجع به مهران درسته. نیکس. آها تو 3 تا نقشو زده بودن، تو سومی رو زدی دیگه، یعنی 4می مونده بودم. منم اولیو زدم شهروند بودم دیگه. دیدی گفتم بیا منو تو چندمی رو زدی؟ سومی رو زدی.
بعدم یک تا دروغ میگه دیگه، میگه سومیو زدم یه دونه مونده بود. ببین از پیداتون کردم. الان هم این یکتا گفت من یه دونه مونده بود زدم، تو هم میگی من سومیو زدم. تمام شد، یکیتون دروغ میگه. منو غفار شهروندی. سر تو زده بودی؟ بزن به چاک بابا شما. بیا برو بیرون. اصلا چرا منو تارگت زدی؟ من شما ببین کاری که تو کردی، من یه جورایی میخواستم به غفار مشکوک شما، ولی دیگه کاری که تو کردی، بیا رای بدیم غفار بره از بازی بیرون. بابا تو مافیا بودی منو کنسه میدادی که تو اینا مافیا است. برگشت نمیدونم، من یک و دو میدم غفار. دو رای دفاع، دو رای خروج. هر کی از بازی بره بیرون همون لحظه سایدش خونده میشه. رای برای محمد، دو رای. رای برای امین، دو رای. رای برای آروین، دو رای. رای برای مهران، دو رای. همتون دفاعیه این اول ببین بازی ها مسخره بازی خارج نکنید. نقش سوم زده اول چی آروین فکته همین یکتا رو میاره بهش میگه شهروند. من مافیام آروینه، فقط هم با آروین رای میدم. خب تو چرا به من رای دادی؟ محمد غفار گفتش که این گفته بازی بین رفیقاست، به نظرم مافیا آروین، این دیگه از من بیخیال شد رفت رو تو. بعد من سایت جدید گرفتم با مهران سفری. برای چی با مهران رای دادی؟ من تو رو ول کردم، مهران مافیاست که غفار پاس تو رو بکنه. چرا به من رای دادی؟ پس میشنوم حرفای شما رو. ببین امین، من که نمیدونم کی واقعا سومیو زده. میشه جفتتون با هم سومیو زده باشین؟ نه یعنی یه نقش مونده باشه، سومی زده باشی، یه دونه نقش مونده باشه. مهران میگه اونو زدم، تو هم میگی اونو زدم. خب میشه جفتتون با هم اونو زده باشین؟ پس من به جفتتون رای دادم دیگه. به غفار رای دادم چون تک مافیاش منم. پی او ویم غفاره، فکت شما دو تایی. میگه بازی هم مسخره بازی خارج نکنی. الان وسط مسخره بازیم پس. من نیستم غفار، ولی برم دیگه تو دست نمیگیری. فکراتو بکن. ببین داداش، تو داری توی یه سایدایی دخالت میکنی که اصلا به شما ربط نداره. غفار برگشت گفت آروین تو بازی مافیاست، من به غفار یک دادم. چی الکی شهروند نمای آی دست تو اینجوری میاری میکشی که غفار کنسه بخوره؟ من دومو بکشید زیر غفار. باز چی داری نگاه شیطانی میکنی؟ بکشید زیر غفار، ما ستا یه حرکتی میزنیم دیگه. بریم. دو رای خروج. رای خروج برای محمد، یک رای خروج برای امین، یک رای خروج برای آروین، رای خروج برای مهران، یک رای. تأخیر از مهران به سمت آروین یک داره. من برم. از کی تو بهم دو دادی؟ نه چرا دو دادی دیگه داداش؟ الان کنسل شد، منفی رو گرفتی. همون تو شهروندی، همون جاست دیگه. ببین من رای میدم باز غفار، یک و دو میدم مهران غفار. نیست یعنی؟ میگی مهران نیست؟ الان مگه دو ندادی؟ خب اگه یکی از بین من و غفاره که یه دست میاریم بالا، یه دونه بیفتیم جلو دیگه. نظرم بیچین داره. اگه مهران نیست پس تویی دیگه بهش دو دادی. ما یکیمون دستمون میآوردیم بالا. کیه غفار مافیا بهش دو ندادی؟ ولش کن. کی آشناست از بچه؟ من یه ذره دیگه فکر میکنم. خب منم به غفار موقع شهروند این رای دو داد غفار، منم این دست میآوردم. آره اینم هست. من نمیدونم دیگه، مهران مافیاست، من تارگتش کردم، اینا رای ندادن. شما هم نمیخواین رای، شما مهران شهروند داری دیگه. میخوای کامنت نخوری. شما شما ما هم تارگت بزنیم، هم هفته قبل من دوباره به مافیا دست. شما مهران رو شهروند داری آروین جان؟ منم مافیا نیستم، پس بعد با دستم بگی آقای غفار شما آروین و مافیا داری، مهران مافیا نداری. مهران خود شما رو بکنه. ببین بذار من صحبت کنم. من رأی میدم. تو به امین یکتا رأی دو دادی؟ بین این دو تا سیه من در کدوم مافیا بودیم می‌کردیم بیرون. آره من اول رأی میدم به امین یکتا، بعد رأی میدم با کی؟ به من رأی میدی. خب چرا به من مافیا بودم که تو بیرون بودی، میخندیدم تو رو. گفتم امین یکتا تو رو کرد بیرون. نه دیگه آقا کار رأی میدم به مهران سفری. من امین یکتا واسم شما مافیاست، رأی میدم به مهران سفری. ازش فکر کنم. برو بیرون. مرسی. دو رای دفاع، دو رای خروج. رای برای مهران دفاع، آروین، امین دفاع، محمد. مهران اول دفاع میکنه. ساید گرفت. رای بده خودش بره از بازی. چی شد دی به منم یک شدی؟ غفار مافیاست؟ دیروز رای نداد تو به ساید من بری یا من به ساید تو برم بازی بیرون.
اصلا رفتارات مشکوکه. دورو بدید همین آقای یکتا بره از بازی بره. خیلی راحت گفتی. ببین آرمین جان شما خب مهران جان اولی که من فکر کردم از این ور داره میشموره، می‌خواستم فقط به غفار رای بدم، مافیا هم هستی دیگه برام مهم نیست. چون میگه یکتا شوه ولی میخوام رای بدم. من چرا شوام؟ اون سه روز گردن این فکت راجع به تو میشه. دیروز این آقا به شما هم 2 داد، من 2 ندادم دیگه. خب من تو رو میکردم بیرون به ساید اون، بعدم از این دست میگرفتم یه شهروند. مرسی. ببین من آخه نمیخوام به غفار تارگت، میفهمی چی میگم؟ این 1% شهروند باشه باز من میشم اونی که اشتباه اینو تشخیص داده. بعد اینم منو کردی بیرون، من نمیدونم، من اونجا وصیت میکنم بیش. این غفار بعد دست بگیره، من نمیفهمم. 2 رای خروجه. رای خروج برای مهران، رای خروج برای امین. حالا ما گول بخورید دیگه. مافیا بودی. کاش 2 میدادم به تو با مرسی. 2 ندادی بهش. بازنده هر هفته سایت شهروند محمد سر صحبت. مافیا بود بابا. مافیا بود، اذیتمون نکن. شو بود. من میگفتی خودم شو نکنم. نه این صندلی ام یکتا تو 95 متزلزل نیست، قضیه چجوری؟ چند تا دیگه 4 تایی به بازه. بابا چرا با این دیالوگ میکنی؟ صندلیم صدا میده. نه میگم صادقی که آقا یه لحظه این تو دوربین ثابت شد، بگیر من مهران سفری همچین تارگت میزنه. خب تهش هم مثلا یکی رو تارگت میکنی، دوباره مافیا در میاد میگه من خیلی خوب من دادم داداش. چیزی داری ما رو داری میکنی بیرون. مسیرت داشت سه روز چه داشتی تو تبر میزدی به غفار بابا. 2 داده بودم که رفته بود دست گرفت. من که رفتم. اگه به منم رأی میدادی من میگفتم. 2 تاشون میگن سومیو زدیم، یکیشون دروغ میگه دیگه. یک داده. من واقعا یکتا واقعا سومیو زده بود. واقعا زده بود. مهران شهروند بود دروغ. آقا دمتون گرم، بازی خیلی باحالی بود. امیدوارم لذت برده باشید. بچه‌ها صحبت این نکته چیزی نیستش، میخوای از دوری اکتی قلبی چیزی بیای، خیلی طولانی شده. باشید بچهای ما تو میتینگ بعد بازی میکنن، یه ذره مراقب بر کامنت ها و رفتارتون باشید، شاید دل یه پلیر میتینگ بشکنه. آرمین جان شما؟ خیلی خیلی خوشحال شدم اومدم 95 خودم میبینم 95 رو هر موقع پخش میشه میبینم برسم. خیلی هم برنامه باحالیه، فضاش هم هی داره باحال‌تر میشه، مخاطباش بیشتر میشن. خیلی هم گرم و فرندلی و امیدوارم امین یکتا و غفار بهتره کنن. و امین عزیز مرسی امین جان. درود بر شما. منم کیف کردم از مصاحبت با شما دکتر سفری و مهندس آرمین عزیز و غفار عزیز. امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشین و حال دل خودتون و خانواده‌تون هم شاد باشین. آقا دمتون گرم که تا این لحظه و تا این موقع ما رو دنبال کردید و خیلی واقعا خوشحالم که امین کنارمون هست. امیدوارم امین جون زودتر صحیح و سلامت بشی، پر انرژی تر کنارمون باشی. واقعا لذت میتینگ حداقل برای من و خود بچه‌ها که میدونم چند برابر شده بعد از حضور امین. امیدوارم که همینطور همراه ما باشید و از هفته‌های بعد دنبالمون کنید. شبتون بخیر، مخلصیم، خداحافظ همگی.